کتاب عبادت باب یکم درباره قربانی سوختنی. و خداوند موسی را خواند و از خیمه جامع به او سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده با آنها بگو: وقتی که کسی از شما بخواهد برای خداوند قربانی کند، قربانی خود را از چارپایان، یعنی از گله گاوان و از رمه گوسفندان و بزان تقدیم نماید. اگر قربانی او قربانی سوختنی از گله باشد، بگذار چارپای نری به عیب را تقدیم نماید. آن را نزد در خیمه جامع تقدیم نماید تا که به حضور خداوند توجه یابد. و دست خود را بر سر قربانی سوختنی میماند و او توجه مییابد تا که گناهایش کفارت شود. و گوساله را به حضور خداوند ذبح میکند و پسران هارون کاهنان خون را نزدیک می آورند و خون را بر قربانگاهی که نزد خیمه جامع است گرداگرد می پاشند. و او قربانی سوختنی را پوست کنده و اندام آن پاره می کند و پسران هارون کاهن بر قربانگاه آتش گذاشته هیزم بر آتش می چینند. و پسران هارون کاهنان این اندام، کله و چربو را بر هیزمی که بر آتش روی قربانگاه می باشد می چینند. و او امعای آن و پاچه های آن را با آب می شوید و کاهن هر آنچه را که بر قربانگاه می باشد می سوزاند. این قربانی سوختنی هدیه آتشین عطر گوارا برای خداوند است. و اگر قربانی او از رمه، یعنی از گوسفندان یا از بزان باشد، بگذار برای قربانی سوختنی چارپای نری به عیب را تقدیم نماید. و آن را بر طرف شمالی قربانگاه به حضور خداوند ذبح می کند و پسران هارون کاهنان خون آن را بر قربانگاه گرداگرد می پاشند. و او آن را به اندام آن پاره کرده کله‌اش و چربویش را جدا می کند و کاهن آنها را بر هیزمی که بر آتش روی قربانگاه می باشد می چیند. و او امعا و پاچه ها را با آب می شوید و کاهن همش را نزدیک آورده بر قربانگاه می سوزاند. این قربانی سوختنی هدیه آتشین عطر گوارا برای خداوند است. و اگر قربانی او برای خداوند، یعنی قربانی سوختنی از پرندگان باشد، بگذار قربانی خود را از فاخته ها یا از چوجه های کبوتر تقدیم نماید. و کاهن آن را به قربانگاه نزدیک آورده کله‌اش را می شکند و بر قربانگاه می سوزاند. پس از آن که خون آن بر دیوار قربانگاه فشرده شود و چغلدانش را با پرهایش جدا می کند و آن را نزد قربانگاه به طرف شرقی در مکانی که خاکستر می باشد می پرتاید. و آن را از میان بالهایش چاک می کند ولی از هم جدا نمی کند و کاهن آن را بر قربانگاه بر هیزمی که بر آتش می باشد می سوزاند. این قربانی سوختنی هدیه آتشین عطر گوارا برای خداوند است. کتاب عبادت باب دوم درباره هدیه آردی. و اگر کسی بخواهد قربانی هدیه آردی را برای خداوند تقدیم نماید، بگذار آرد مهین قربانی او باشد و روغن بر آن بریزد و لیبونا بر آن بماند. و آن را او به پسران هارون کاهنان می بیارد و کاهن از آن، یعنی از آرد مهینش و روغنش با تمام لیبونایش یک مشت پر می گیرد و آن را همچون حصه یادگاری بر قربانگاه می سوزاند. این قربانی آتشین عطر گوارا برای خداوند است. و آنچه از هدیه آردی باقی می ماند از آن هارون و پسرانش خواهد بود. این قدس قدس هاست از هدیه آتشین خداوند.
و اگر قربانی هدیه آردی را از چیزهای در تنور پخته شده تقدیم نمایی، قرص‌های فطیر بیار که برایش آردی مهین با روغن آمیخته خمیر کرده شده باشد، یا نانچه‌های فطیر تنک بیار که بعد از پختن روغن بر آن مالیده شده باشد. و اگر قربانی تو هدیه آردی باشد که بر تابه پخته ای، برایش باید آردی مهین با روغن آمیخته خمیر کرده شود، یعنی آن باید فطیر باشد. آن را ریزه کرده روغن بر آن بریز، این هدیه آردی است. و اگر قربانی تو هدیه آردی باشد که در دیگ بریان کرده ای، آن باید از آرد مهین با روغن تیار کرده شود. و هدیه آردی را که از این چیزها تیار کرده شده است برای خداوند آورده پیش کاهن میمانی و او آن را نزد قربانگاه می آورد. و کاهن از هدیه آردی حصه یادگاری آن را برداشته بر قربانگاه می سوزاند. این قربانی آتشین عطر گوارا برای خداوند است. و آنچه از هدیه آردی باقی میماند از آن هارون و پسرانش خواهد بود. این قدس قدس هاست از هدیه های آتشین خداوند. هیچ یک هدیه آردی که برای خداوند تقدیم نماید نباید با خمیر ترش تیار کرده شود، زیرا که هیچ یک خمیر ترش و هیچ یک عسل را نباید برای خداوند همچون قربانی آتشین بسوزانید. آنها را همچون قربانی نوبرها می توانید برای خداوند تقدیم نماید، ولی آنها نباید بر قربانگاه برای عطر گوارا برآورده شود. و هر قربانی هدیه آردی خود را با نمک نمکین بکن و نمک عهد خدای خود را از هدیه آردی خود دور نکن. با هر قربانی خود نمک بیار. و هنگامی که هدیه آردی نوبرها را برای خداوند تقدیم نمایی، از خوشه های بر آتش بریان کرده شده، از یرمه کوفته شده هدیه آردی نوبرهای خود را تقدیم نما. و روغن بر آن بریز و لیبونا بر آن بمان، این هدیه آردی است. و کاهن حصه یادگاری آن را از یرمه آن و از روغن آن با تمام لیبونای آن می سوزاند. این قربانی آتشین برای خداوند است. کتاب عبادت باب 3 درباره قربانی سلامتی. و اگر قربانی کسی ذبح سلامتی باشد، اگر او از گاوان خواه نر و خواه ماده تقدیم نماید، بگذار به عیب آنها را به حضور خداوند تقدیم نماید. و دست خود را بر سر قربانی خود میماند و آن را نزد در خیمه جامع ذبح میکند. و پسران هارون کاهنان خون را بر قربانگاه گرداگرد میپاشند. و او از ذبح سلامتی اینها را همچون قربانی آتشین برای خداوند تقدیم نماید. چربویی که امعا را میپوشاند و تمام چربویی که بر امعا میباشد، و 2 گرده و چربویی که بر آنها تا خود رانها میباشد و قبط چربویی که بر جگر است، بگذار آن را با گرده ها جدا کند. و پسران هارون آن را بر قربانگاه با قربانی سوختنی بر هیزمی که بر آتش می باشد می سوزانند. این قربانی آتشین عطر گوارا برای خداوند است. و اگر قربانی ذبح سلامتی او برای خداوند از رمه باشد، بگذار 4 پای نر یا ماده بی عیب را تقدیم نماید. اگر او گوسفند قربانی کند، بگذار آن را به حضور خداوند تقدیم نماید. و او دست خود را بر سر قربانی خود میماند و آن را نزد خیمه جامع ذبح میکند. و پسران هارون خون آن را بر قربانگاه گرداگرد میپاشند. و از ذبح سلامتی اینها را همچون قربانی آتشین برای خداوند تقدیم نماید. چربوی آن، تمام دنبه آن که تا خود 2 مغازه جدا کرده شده باشد،
و چربویی که امعا را می پوشاند و تمام چربویی که بر امعا می باشد. و دو گرده و چربویی که بر آنها و بر رانها می باشد و قبط چربویی که بر جیگر است، بگذار آن را با گرده ها جدا کند. و کاهن آن را بر قربانگاه می سوزاند. این خوراک قربانی آتشین است برای خداوند. و اگر قربانی او بز باشد، بگذار آن را به حضور خداوند تقدیم نماید. و او دست خود را بر سر آن می ماند و آن را نزد خیمه جامع ذبح می کند و پسران هارون خون آن را بر قربانگاه گرداگرد می پاشند. و قربانی خود را همچون قربانی آتشین برای خداوند از آن تقدیم می نماید. چربویی که امعا را می پوشاند و تمام چربویی که بر امعا می باشد. و دو گرده و چربویی که بر آنها و بر رانها می باشد و قبط چربویی که بر جیگر است، بگذار آن را با گرده ها جدا کند. و کاهن آنها را بر قربانگاه می سوزاند. این خوراکی قربانی آتشین برای عطر گواراست. تمام چربو از آن خداوند است. قانون ابدی برای همه نسل‌های شما در همه مسکن‌های شما این است که هیچ چربو و هیچ خون را نخورید. کتاب عبادت باب 4 درباره قربانی گناه. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده بگو: اگر کسی در هر کدام احکام نهی خداوند سهواً گناه کرده، بر خلاف یکی از آنها عمل نماید، اگر کاهن تدهین شده گناه کرده، سبب گناهکار شدن قوم گردیده باشد، بگذار برای گناهی که کرده است گوساله بی عیبی را از گله گاوان برای قربانی گناه به خداوند تقدیم نماید. و آن گوساله را نزد در خیمه جامع به حضور خداوند می بیارد و دست خود را بر سر گوساله می ماند و گوساله را به حضور خداوند ذبح می کند. و کاهن تدهین شده از خون گوساله می گیرد و آن را به خیمه جامع داخل می کند. و کاهن انگشت خود را در خون می غوطاند و از خون به حضور خداوند 7 کرات پیش پرده قدس می پاشد. و کاهن از آن خون بر شاخهای قربانگاه بخور معطر که به حضور خداوند در خیمه جامع است می مالد و تمام بقیه خون گوساله را بر بنیاد قربانگاه قربانی سوختنی که نزد در خیمه جامع است می ریزد. و تمام چربوی گوساله قربانی گناه را بگذار از آن بردارد، چربویی که امعا را می پوشاند و تمام چربویی که بر امعا می باشد. و دو گرده و چربویی که بر آنها تا خود رانها می باشد و قبط چربویی که بر جیگر است، آن را با گرده ها جدا می کند. چنانکه آن از گاو ذبح سلامتی جدا کرده می شود و کاهن آنها را بر قربانگاه قربانی سوختنی می سوزاند. و پوست گوساله و تمام گوشت آن با کلش و پاچه هایش و امعایش و سرگینش، یعنی تمام گوساله را باید به بیرون اردوگاه و مکان پاک که آنجا خاکستر را می ریزند ببرد و آن را بر هیزم در آتش بسوزاند. در مکانی که خاکستر را می ریزند بگذار سوزانیده شود. و اگر تمام جماعت اسرائیل سهواً گناه کنند و این کار از چشمان جماعت پوشیده باشد، یعنی اگر برخلاف یگان احکام نهی خداوند عمل کرده گناهکار شوند و گناهی که کردند بعدتر آشکار گردد، بگذار جماعت گوساله از گله گاوان برای قربانی گناه تقدیم نمایند و آن را نزد خیمه جامع بیارند. و پیران جماعت دستهای خود را بر سر گوساله به حضور خداوند میمانند
و گوساله را به حضور خداوند ذبح می‌کنند و کاهن تدهین شده از خون گوساله به خیمه جامع داخل می‌کند و کاهن انگشتش را در خون غوطانیده آن را به حضور خداوند 7 کرات پیش پرده می‌پاشد و از آن خون بر شاخهای قربانگاه که به حضور خداوند در خیمه جامع می باشد می مالد و تمام بقیه خون را بر بنیاد قربانگاه قربانی سوختنی که نزد در خیمه جامع است می ریزد و تمام چربوی آن را از آن برداشته بر قربانگاه می سوزاند و با این گوساله آنچنان عمل می کند که با گوساله قربانی گناه عمل کرد. با آن باید همین طور عمل کند تا که کاهن گناه آنها را کفارت نماید و آنها آمرزیده خواهند شد. و گوساله را از اردوگاه بیرون برآورده آن را می سوزاند چنان که گوساله اول را سوزانید. این قربانی گناه جماعت است. اگر رئیس گناه کند، یعنی برخلاف یگان احکام نهی خداوند خدای خود سهواً عمل کرده گناهکار شود و گناهی که کرده است بعدتر به او آشکار گردد، بگذار نربوزی به عیب برای قربانی تقدیم نماید و او دست خود را بر سر نربوز می ماند و آن را در مکانی که قربانی سوختنی ذبح می کنند به حضور خداوند ذبح می نمایند. این قربانی گناه است و کاهن از خون قربانی گناه با انگشت خود گرفته بر شاخهای قربانگاه قربانی سوختنی می مالد و بقیه خون آن را بر بنیاد قربانگاه قربانی سوختنی می ریزد و تمام چربوی آن را مثل چربوی ذبح سلامتی بر قربانگاه می سوزاند و کاهن گناه او را همین طور کفارت می نماید و او آمرزیده خواهد شد. اگر کسی از میان عوام سهواً گناه کند، یعنی برخلاف یگان احکام نهی خداوند عمل کرده گناهکار شود و گناهی که کرده است بعدتر به او آشکار گردد، بگذار برای قربانی خود به سبب گناهی که کرده است ماده‌بوزی به عیب تقدیم نماید و او دست خود را بر سر قربانی گناه می ماند و این قربانی گناه را در مکانی که قربانی سوختنی ذبح می کنند ذبح می نمایند و کاهن از خون آن با انگشت خود گرفته بر شاخهای قربانگاه قربانی سوختنی می مالد و تمام بقیه خون آن را بر بنیاد قربانگاه می ریزد و تمام چربوی آن را جدا می کند چنان که چربوی ذبح سلامتی جدا کرده می شود و کاهن آن را بر قربانگاه همچون عطر گوارا برای خداوند می سوزاند و کاهن گناه او را کفارت می نماید و او آمرزیده خواهد شد. و اگر او بخواهد گوسفند برای قربانی گناه خود تقدیم نماید، باید میشی به عیب تقدیم نماید و او دست خود را بر سر این قربانی گناه می ماند و آن را همچون قربانی گناه در مکانی که قربانی سوختنی ذبح می کنند ذبح می نماید و کاهن از خون این قربانی گناه با انگشت خود گرفته بر شاخهای قربانگاه قربانی سوختنی می مالد و تمام بقیه خون آن را بر بنیاد قربانگاه می ریزد و تمام چربوی آن را جدا می کند چنان که چربوی گوسفند از ذبح سلامتی جدا کرده می شود و کاهن آن را بر قربانگاه همچون قربانی آتشین برای خداوند می سوزاند و کاهن گناه او را که کرده است کفارت می نماید و او آمرزیده خواهد شد. کتاب عبادت باب 5 درباره قربانی جرم. اگر کسی در آن خصوص گناه کند که آواز قسم را شنیده است و شاهد آن می باشد، یعنی یا دیده است و یا خبردار شده است ولیکن خبر نداده است، او برای این گناهش جزا خواهد یافت. یا کسی که به هر چیزی نجیس
خواه به لاشه حیوانی نجیس، خواه به لاشه چارپای نجیس، خواه به لاشه حشراتی نجیس برسد و این از او پوشیده باشد، ولی او نجیس و مجرم گردیده است. یا به نجاست آدمیزاد، به هر نجاستی که کس از آن نجیس می شود برسد و این از او پوشیده باشد، ولی بعدتر به او معلوم شده او مجرم گردیده است. یا کسی که با دهانش برای کردن کاری بده یا کاری نیک به ملاحظه قسم خورده است، در هر چیزی که آدمیزاد به ملاحظه قسم می خورد و این از او پوشیده باشد، ولی بعدتر این به او معلوم شده او در یکی از اینها مجرم گردیده است. پس در صورتی که او در یکی از اینها مجرم گردیده است، بگذار به گناهی که کرده است اقرار شود و قربانی جرم خود را برای گناهی که کرده است به خداوند تقدیم نماید، یعنی از رمه بز و گوسفندان چارپای ماده را همچون قربانی گناه بیارد و کاهن گناه او را کفارت خواهد کرد. و اگر بره برای او دسترس نباشد، بگذار همچون قربانی جرم خود برای گناهی که کرده است 2 فاخته یا چوجه کبوتر را به خداوند تقدیم نماید، یکی برای قربانی گناه و دیگری برای قربانی سوختنی. و او آنها را نزد کاهن می بیارد که وی همان را که برای قربانی گناه است اول تقدیم نموده، کله‌اش را از پشت گردنش می شکند ولی جدا نمی کند و از خون قربانی گناه بر دیوار قربانگاه می مالد و بقیه خون بگذار بر بنیاد قربانگاه فشرده شود. این قربانی گناه است. و دیگرش را برای قربانی سوختنی بر طبق دستور به کار می برد و کاهن گناه او را که کرده است کفارت می نماید و او آمرزیده خواهد شد. و اگر 2 فاخته یا چوجه کبوتر برای او دسترس نباشد، بگذار همچون قربانی خود برای گناهی که کرده است به قدر 10 ایفه آرد مهین برای قربانی گناه بیارد. بگذار روغن بر آن نریزد ولی بونا بر آن نماند، زیرا که این قربانی گناه است. و آن را نزد کاهن می بیارد و کاهن 1 مشت از آن همچون حصه یادگاری می گیرد و بر قربانگاه همچون قربانی آتشین خداوند می سوزاند. این قربانی گناه است. و کاهن گناهی را که آن مرد در یکی از این موردها کرده است کفارت می نماید و او آمرزیده خواهد شد و بقیه آن همچون هدیه آردی از آن کاهن خواهد بود. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: اگر کسی خیانت نموده سهواً در حق چیزهای مقدس خداوند گناه کند، بگذار همچون قربانی جرم خود از رمه در اساس قیمت دهی تو با سیقل‌های نقره موافق سیقل مقدس قشقاری به عیب برای قربانی جرم به خداوند تقدیم نماید. و او باید تاوان چیز مقدسی را که در حق آن گناه کرده است ادا نماید، به طوری که 5 قیمت آن را بر آن علاوه کند و آن را به کاهن بدهد و کاهن گناه او را به واسطه قشقار قربانی جرم کفارت می نماید و او آمرزیده خواهد شد. و اگر کسی گناه کند، یعنی برخلاف یکی از احکام نهی خداوند عمل کند ولی این را نداند، او مجرم است و برای گناهش جزا خواهد یافت. و بگذار از رمه در اساس قیمت دهی تو قشقاری به عیب برای قربانی جرم نزد کاهن بیارد و کاهن سهوی را که او کرده است ولی ندانسته است کفارت می نماید و او آمرزیده خواهد شد. این قربانی جرم است که به واسطه آن او به حضور خداوند مجرم گردیده است. کتاب عبادت باب 6. باز درباره قربانی جرم.
و خداوند به موسی سخن رانده گفت: اگر کسی گناه کند و در حق خداوند خیانت نماید و به یار خود در بابت امانت یا گرو یا مال دزدی منکر شود، یا یار خود را فریب کند، یا چیزی گم شده را یافته در این بابت منکر شود و قسم دروغ خورد در یکی از کارهایی که آدمیزاد کرده، در آنها گناهکار می شود. پس مادامی که او گناه کرده مجرم گردیده است، او باید آنچه را که دزدیده است یا آنچه را که با راه فریب به دست آورده است یا آنچه را که نزد او امانت گذاشته شده است یا چیزی گم شده را که یافته است برگرداند. قیمت هر آنچه را که درباره آن قسم دروغ خورده است او باید پوره ادا کند و 5 آن قیمت را بر آن علاوه نموده و صاحب آن بدهد در روزی که قربانی جرم خود را تقدیم می نماید. و برای قربانی جرم خود بگذار به خداوند قوچقاری بی عیب از رمه موافق قیمت دهی تو همچون قربانی جرم نزد کاهن بیارد. و کاهن گناه او را به حضور خداوند کفارت می نماید و او در هر کاری که کرده مجرم گردیده است آمرزیده خواهد شد. درباره قربانی سوختنی. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به هارون و پسرانش امر فرموده بگو: این است قانون قربانی سوختنی. بگذار قربانی سوختنی تمام شب تا صبح بر آتشدان قربانگاه باشد و آتش قربانگاه بر آن بسوزد. و بگذار کاهن پیراهن کتان خود را بپوشد و ازار کتان بر بدن خود بپوشد و خاکستر قربانی سوختنی را که آتش بر قربانگاه سوزانیده است بردارد و آن را نزد قربانگاه بماند و لباسهای خود را کشیده لباسهای دیگر بپوشد و خاکستر را بیرون از اردوگاه و مکان پاک برآورد. و آتشی که بر قربانگاه است بگذار فروزان بوده خاموش نشود و بگذار کاهن بر آن هر صبح هیزم بسوزاند و قربانی سوختنی را بر آن بماند و چربوی ذبح سلامتی را بر آن بسوزاند. آتش دائمی بگذار بر قربانگاه فروزان بوده خاموش نشود. درباره هدیه آردی. و این از قانون درباره هدیه آردی. پسران هارون باید آن را به حضور خداوند بر قربانگاه تقدیم نمایند و بگذار کاهن از آن یک مشت از آرد مهین هدیه آردی و از روغنش با تمام لیبونایی که بر هدیه آردی می باشد بردارد و بر قربانگاه بسوزاند. این عطر گواراست برای یادگاری به حضور خداوند. آنچه از آن باقی میماند بگذار هارون و پسرانش بخورند. آن باید به خمیر ترش در مکان مقدس خورده شود. در صحن خیمه جامع بگذار آن را بخورند. آن نباید با خمیر ترش پخته شود. آن را از هدیه های آتشین خود همچون حصه آنها دادم. آن مثل قربانی گناه و قربانی جرم قدس قدسها می باشد. هر مردینه از میان پسران هارون می تواند آن را بخورد. این فریضه ابدی برای نسل‌های شما از هدیه‌های آتشین خداوند می باشد. هر کی به آنها برسد تقدیس خواهد یافت. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: این است قربانی هارون و پسرانش که باید در روز تدهین شدن خود به خداوند تقدیم نمایند. 10 ایفه از آرد مهین برای هدیه آردی دائمی، نصفش برای صبح و نصفش برای شام. آن باید بر تابه با روغن تیار کرده شود. آن را با آب جوش آمیخته همچون هدیه آردی عبارت از نانچه های بریان بیار. برای عطر گوارا به خداوند تقدیم نما. و کاهن تدهین شده که در جای او از پسرانش خواهد بود این را باید به عمل آورد. این فریضه ابدی است.
آن باید کاملا برای خداوند سوزانیده شود و هر هدیه آردی کاهن باید کاملا سوزنده باشد، یعنی خورده نشود. درباره قربانی گناه و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به هارون و پسرانش بگو، این است قانون درباره قربانی گناه. در مکانی که قربانی سوختنی ذبح کرده می شود، قربانی گناه نیز باید به حضور خداوند در آنجا ذبح کرده شود. این قدس قدس هاست. کاهنی که قربانی گناه را به عمل می آورد می تواند آن را بخورد. آن باید در مکان مقدس در صحن خیمه جامع خورده شود. هر چیزی که به گوشت آن می رسد تقدیس می یابد و اگر خون آن بر لباس پاشیده شود، آن چیزی که بر آن پاشیده شده است در مکان مقدس بشوی. و ظرف سفالینی که قربانی گناه در آن پخته شده است باید شکسته شود و اگر آن در ظرف میسین پخته شده باشد، آن ظرف باید صیقل داده و با آب شسته شود. هر مردینه از میان کاهنان می تواند آن را بخورد. این قدس قدس هاست. ولی هر قربانی گناه که خونش به خیمه جامع درآورده می شود تا که در قدس کفارت نماید، نباید خورده شود. آن باید در آتش سوزانیده شود. کتاب عبادت باب 7. قانون درباره قربانی جرم. و این از قانون قربانی جرم. این قدس قدس هاست. در مکانی که قربانی سوختنی را ذبح می کنند، قربانی جرم را نیز باید در آنجا ذبح کنند و خون آن باید بر قربانگاه گرداگرد پاشیده شود و از آن او تمام چربویش را تقدیم می نماید. دنبه و چربویی که امعا را می پوشاند و 2 گرده و چربویی که بر آنها تا خود رانها می باشد و قبط چربویی که بر جگر است، بگذار آن را با گرده ها جدا کند و کاهن آنها را بر قربانگاه همچون قربانی آتشین برای خداوند می سوزاند. این قربانی جرم است. هر مردینه از میان کاهنان آن را می تواند بخورد. آن باید در مکان مقدس خورده شود. این قدس قدس هاست. قربانی گناه مانند قربانی جرم است. یعنی قانون آنها یک است. آن از آن کاهن است که به واسطه آن کفارت می نماید. و کاهنی که قربانی سوختنی کسی را تقدیم می نماید، پوست آن قربانی سوختنی که او تقدیم نموده است از آن همین کاهن خواهد بود. و هر هدیه آردی که در تنور پخته شده است و هر آنچه در دیگ و بر تابه تیار کرده شده است از آن کاهنی که آن را تقدیم می نماید خواهد بود. و هر هدیه آردی خواه با روغن آمیخته خواه خشک باشد از آن تمام بنی هارون خواهد بود، به آن که از یکدیگر تفاوت داشته باشند. قانون درباره ذبح سلامتی. و این از قانون ذبح سلامتی که به خداوند تقدیم کرده می شود. اگر کسی آن را برای شکرانه تقدیم نماید، او باید با ذبح شکرانه قرص‌های فطیر با روغن آمیخته شده و نانچه‌های تنوک فطیر روغن مالیده شده و از آرد مهینی که با آب جوش آمیخته است قرص‌های با روغن آمیخته شده تقدیم نماید. قربانی خود را همراه ذبح شکرانه سلامتی خود او باید با قرص‌های نان خمیر ترشدار تقدیم نماید. و از آن یکی را از هر قربانی همچون هدیه برای خداوند تقدیم می نماید. این از آن کاهنی که خون ذبح سلامتی را می پاشد خواهد بود. و گوشت ذبح شکرانه سلامتی او باید در روز قربانی شدنش خورده شود. از آن تا صبح نباید باقی گذاشته شود. و اگر ذبح قربانی او از روی نذر یا خیرات باشد،
ذبح او باید در روز قربانی شدنش خورده شود و بقیه آن را روز دیگر خوردن ممکن است. و آنچه از گوشت آن ذبح باقی مانده باشد باید در روز سیوم در آتش سوزانیده شود. و اگر از گوشت ذبح سلامتی او در روز سیوم خورده شود، آن سزاوار توجه نخواهد بود و برای کسی که آن را قربانی کرده است به حساب آورده نخواهد شد. آن نجیس است و هر که از آن بخورد برای گناهش جزا خواهد یافت. و گوشت آن اگر به یگان چیزی نجس برسد نباید خورده شود، بلکه باید در آتش سوزانیده شود و گوشت پاک را هر کسی پاک می تواند بخورد. ولی اگر کسی از گوشت ذبح سلامتی که برای خداوند است بخورد، در حالتی که نجاست او بر او باشد، آن کس از میان قوم خود محو خواهد شد. و اگر کسی به هر چیزی نجیس، خواه به نجاست آدمیزاد، خواه به چارپای نجیس، خواه به هر چیزی زشت نجیس برسد و از گوشت ذبح سلامتی که برای خداوند است بخورد، آن کس از میان قوم خود محو خواهد شد. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به بنی اسرائیل سخن رانده بگو هیچ یک چربوی گاو و گوسفند و بز را نخورید و چربوی چارپای مرده و چربوی چارپای دریده شده را برای هر کار استعمال کردن ممکن است، ولی به هیچ وجه آن را نخورید. زیرا هر کی چربوی چارپای را که از آن قربانی آتشین برای خداوند تقدیم کرده می شود بخورد، آن کسی که خورده باشد از میان قوم خود محو خواهد شد. و هیچ خون را، خواه از آن پرنده باشد، خواه از آن چارپا، در مسکنهای خود نخورید. هر که هر گونه خون را بخورد، آن کس از میان قوم خود محو خواهد شد. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به بنی اسرائیل سخن رانده بگو هر کی ذبح سلامتی خود را برای خداوند تقدیم می نماید، او باید قربانی خود را از ذبح سلامتی خود برای خداوند بیارد. با دستهای خود او باید قربانی آتشین را برای خداوند بیارد. چربو را با سینه باید بیارد تا که آن سینه را به حضور خداوند بجنباند. و کاهن چربو را بر قربانگاه می سوزاند و سینه از آن هارون و پسرانش خواهد بود. و ساق راست را همچون پیشکش مقدس از ذبح‌های سلامتی خود به کاهن بدهید. هر که از پسران هارون خون قربانی سلامتی و چربو را تقدیم نماید، ساق راست حصه او خواهد بود. زیرا که من سینه جنبانیدنی و ساق پیشکش را از بنی اسرائیل از ذبح‌های سلامتی آنها گرفتم و آنها را به هارون کاهن و پسرانش به فریضه ابدی از جانب بنی اسرائیل دادم. این است نصیبه تدهین هارون و نصیبه تدهین پسرانش از قربانی‌های آتشین خداوند در روزی که آنها نزدیک آورده شدند تا که برای خداوند کهانت کنند، که به آنها دادن آن را خداوند امر فرمود در روزی که آنها را از میان بنی اسرائیل تدهین نمود. این فریضه ابدی در نسل‌های آنهاست. این است قانون قربانی سوختنی، هدیه آردی، قربانی گناه، قربانی جرم، قربانی گماشتنی و ذبح سلامتی که خداوند به موسی در کوه سینا امر فرموده بود در روزی که به بنی اسرائیل در بیابان سینا امر فرمود که قربانی های خود را برای خداوند تقدیم نمایند. کتاب عبادت باب 8 درباره تقدیس کاهنان. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: هارون و پسرانش را با او و لباسها و روغن تدهین و گوساله قربانی گناه و 2 قشقار و سبد فطیرها را بگیر و تمام جماعت را نزد در خیمه جامع جمع کن.
و موسی آنچنان که خداوند به او امر فرمود به عمل آورد و جماعت نزد در خیمه جامع جمع شدند. و موسی به جماعت گفت: این است آنچه خداوند امر فرموده است که به جا آورده شود. و موسی هارون و پسرانش را نزدیک آورد و آنها را در آب غسل داد. درباره لباس سرکاهین: و پیراهن را بر او گذاشت و کمرش را با کمربند بست و ریدا را بر او پوشانید و ایفود را بر او گذاشت و کمرش را با تسمه ایفود بسته ایفود را به واسطه آن بر او مستحکم نمود و سینه بند را بر او گذاشت و اوریم و تومیم را بر سینه بند ماند و عمامه را بر سر او گذاشت و بر عمامه از پیش لوحه طلا یعنی افسر مقدس را نهاد، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود. درباره تدهین سرکاهین: و موسی روغن تدهین را گرفت و مسکن و آنچه را که در آن بود تدهین نمود و آنها را تقدیس کرد. و از آن بر قربانگاه 7 کرات پاشید و قربانگاه و تمام کالایش و لگن و پایش را تدهین نمود تا که آنها را تقدیس کند. و از روغن تدهین بر سر هارون ریخته او را تدهین نمود تا که او را تقدیس کند. درباره لباسهای کاهنان: و موسی پسران هارون را نزدیک آورد و بر آنها پیراهنها را پوشانید و کمربندها را بر کمر آنها بست و کلاهها را بر سر آنها نهاد، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. درباره تقدیم کردن قربانی‌ها: و گوساله قربانی گناه را آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر گوساله قربانی گناه ماندند و آن را ذبح کرد و موسی خون را گرفت و بر شاخهای قربانگاه گرداگرد با انگشتش مالید و قربانگاه را تطهیر نمود و خون را بر بنیاد قربانگاه ریخته آن را تقدیس کرد تا که برایش کفارت نماید. و تمام چربوی را که بر امعا بود و قبط چربوی را که بر جگر بود و 2 گرده و چربوی آنها را گرفت و موسی آنها را بر قربانگاه سوزانید و گوساله و پوستش و گوشتش و سرگینش را بیرون از اردوگاه در آتش سوزانید، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. و قشقار قربانی سوختنی را نزدیک آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قشقار ماندند و آن را ذبح کرد و موسی خون را بر قربانگاه گرداگرد پاشید و قشقار را به اندام آن پاره کرد و موسی کله و اندام و چربو را سوزانید و امعا و پاچه ها را با آب شست و موسی تمام قشقار را بر قربانگاه سوزانید. این قربانی سوختنی همچون عطر گوارا و قربانی آتشین برای خداوند بود، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود. و قشقار دویم را که قشقار گماشتنی به شمار می رفت نزدیک آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قشقار ماندند. درباره استعمال خون: و آن را ذبح کرد و موسی از خون آن گرفت و بر نرمه گوش راست هارون و بر نرانگشت دست راست او و بر نرانگشت پای راست او مالید. و پسران هارون را نزدیک آورد و موسی از آن خون بر نرمه گوش راست آنها و بر نرانگشت دست راست آنها و بر نرانگشت پای راست آنها مالید و موسی آن خون را بر قربانگاه گرداگرد پاشید. و چربو و دنبه و تمام چربوی را که بر امعا بود و قبط چربوی را که بر جگر بود و 2 گرده و چربوی آنها و ساق راست را گرفت. و از سبت فطیرهایی که به حضور خداوند بود 1 قرص فطیر و 1 قرص نان روغنین و 1 نانچه تنک را گرفته بر چربو و بر ساق راست ماند.
و همه این را بر کفهای هارون و بر کفهای پسرانش گذاشت و آنها را به حضور خداوند جنبانید. و موسی اینها را از کفهای آنها گرفته بر قربانگاه با قربانی سوختنی سوزانید. این قربانی گماشتنی برای عطر گوارا بود. این قربانی آتشین برای خداوند بود. و موسی سینه را گرفت و آن را همچون انعام جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانید. این از قشقار گماشتنی حصه برای موسی بود، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. درباره تدهین کاهنان، خوراک آنها و تقدیس یافتن آنها برای خدا. کتاب عبادت باب 9. کاهنان به عبادت شروع می نمایند. و در روز هشتم چنین واقع شد که موسی هارون و پسران او و پیران اسرائیل را دعوت نمود و به هارون گفت: گوساله نر برای قربانی گناه و قشقار برای قربانی سوختنی بگیر که هر دو به عیب باشند و به حضور خداوند تقدیم نما. و به بنی اسرائیل سخن رانده بگو: نربز برای قربانی گناه و گوساله و بره یک ساله که به عیب باشند برای قربانی سوختنی بگیرید. و برزگا و قشقار برای ذبح‌های سلامتی تا که به حضور خداوند ذبح کرده شود و هدیه آردی با روغن آمیخته شده، زیرا که امروز خداوند به شما ظاهر خواهد شد. و آنچه را که موسی امر فرموده بود نزد خیمه جامع آوردند و تمام جماعت نزدیک آمده به حضور خداوند ایستادند. و موسی گفت: این است آنچه خداوند امر فرموده است که به عمل آورید و جلال خداوند به شما ظاهر خواهد شد. و موسی به هارون گفت: به قربانگاه نزدیک بیا و قربانی گناه خود و قربانی سوختنی خود را تقدیم کرده برای خودت و برای جماعت کفارت نما و قربانی قوم را تقدیم کرده برای آنها کفارت نما، چنان که خداوند امر فرموده است. و هارون به قربانگاه نزدیک آمده گوساله قربانی گناه را که برای خودش بود ذبح کرد. و پسران هارون خون را نزد او آوردند و او انگشت خود را در خون غوطانیده بر شاخهای قربانگاه مالید و خون را بر بنیاد قربانگاه ریخت. و چربو و گرده ها و قبط چربوی روی جگر قربانی گناه را بر قربانگاه سوزانید، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود. و گوشت و پوست را بیرون از اردوگاه در آتش سوزانید. و قربانی سوختنی را ذبح کرد و پسران هارون خون را نزد او آوردند و او آن را بر قربانگاه گرداگرد پاشید. و اندام و کله قربانی سوختنی را نزد او آوردند و او بر قربانگاه سوزانید. و امعا و پاچه ها را شسته با قربانی سوختنی بر قربانگاه سوزانید. و قربانی قوم را نزدیک آورد و نربوز گناه را که برای قوم بود گرفت و آن را ذبح کرده مانند قربانی پیشینه برای گناه تقدیم نمود. و قربانی سوختنی را نزدیک آورده بر طبق دستور تقدیم نمود. و هدیه آردی را نزدیک آورد و مشتش را از آن پر کرده علاوه به قربانی سوختنی صبح بر قربانگاه سوزانید. و برزگا و قشقار را که ذبح سلامتی برای قوم بود ذبح نمود. و پسران هارون خون را نزد او آوردند و او آن را بر قربانگاه گرداگرد پاشید. و نیز چربوی برزگا و قشقار را، دنبه و آنچه امعا را می پوشاند و گرده ها و قبط چربوی روی جگر را. و چربو را بر سینه ها ماندند و او چربو را بر قربانگاه سوزانید. و هارون سینه ها و ساق راست را همچون انعام جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانید، چنان که موسی امر فرموده بود. و هارون دستهای خود را سوی قوم بالا برداشته
آنها را برکت داد و بعد از تقدیم کردن قربانی گناه و قربانی سوختنی و ذبح سلامتی فرود آمد. و موسی و هارون به خیمه جامع در آمدند و بیرون آمده قوم را برکت دادند و جلال خداوند به تمام قوم ظاهر شد. و آتش از حضور خداوند بیرون آمده قربانی سوختنی و چربو را بر قربانگاه سوزانید و تمام قوم این را دیده به وجد آمدند و بر روی خود افتادند. کتاب عبادت باب 10. ناداب و ابیهو آتش بیگانه می آورند. و پسران هارون ناداب و ابیهو هر یک مجمر خود را گرفته آتش بر آنها ماندند و بخور بر آن گذاشته به حضور خداوند آتش بیگانه را که او به آنها امر نفرموده بود نزدیک آوردند. و آتش از حضور خداوند بیرون آمده آنها را سوزانید و آنها به حضور خداوند مردند. و موسی به هارون گفت: این است آنچه خداوند سخن رانده گفته است: به واسطه نزدیکانم قدسیت خود را ظاهر خواهم ساخت و در نظر تمام قوم جلال خواهم یافت. و هارون خاموش ماند. و موسی میشائیل و الصافان را که پسران عزییل عمک هارون بودند خوانده به آنها گفت: نزدیک آمده برادران خود را از پیش قدس و بیرون اردوگاه ببرید. و آنها نزدیک آمده مرده ها را در پیراهن‌هاشان و بیرون اردوگاه بردند چنان که موسی گفته بود. و موسی به هارون و پسرانش العازار و ایتامار گفت: سرهای خود را یله نکنید و لباسهای خود را ندرانید تا که نمیرید و او بر تمام جماعت غضب نکند، ولی بگذار برادران شما تمام خاندان اسرائیل در حق سوختگان که خداوند آنها را سوزانیده است نوحه‌گری کنند. و از در خیمه جامع بیرون نروید مبادا بمیرید، زیرا که روغن تطهین خداوند بر شماست. و آنها بر طبق گفتار موسی عمل کردند. و خداوند به هارون سخن رانده گفت: تو و پسرانت با تو وقتی که به خیمه جامع داخل می شوید شراب و عرق ننوشید تا که نمیرید. این است فریضه ابدی در نسل‌های شما، تا که مقدس را از غیر مقدس و نجیس را از پاک بتوانید فرق کنید. و تمامی فرائض را که خداوند به شما به واسطه موسی امر فرموده است و بنی اسرائیل تعلیم دهید. و موسی به هارون و پسرانش العازار و ایتامار که زنده مانده بودند گفت: هدیه آردی را که از قربانی آتشین خداوند باقی مانده است بگیرید و آن را به خمیر ترش نزد قربانگاه بخورید، زیرا که این قدس قدس هاست. و آن را در مکان مقدس بخورید، چون که آن از قربانی آتشین خداوند حصه تو و حصه پسران توست، زیرا که چنین به من امر فرموده شده است. و سینه جنبانیدنی و ساق پیشکش را تو و پسرانت و دخترانت با تو در مکان پاک بخورید، زیرا که اینها از ذبح‌های سلامتی بنی اسرائیل برای حصه تو و حصه فرزندان تو داده شده است. ساق پیشکش و سینه جنبانیدنی را آنها باید با قربانی آتشین چربو بیارند، تا که همچون انعام جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانیده شود. و این برای تو و برای پسرانت با تو فریضه ابدی خواهد بود، چنان که خداوند امر فرموده است. و موسی نربز قربانی گناه را طلبید و اینک آن سوزانیده شده بود. و او به العازار و ایتامار پسران هارون که زنده مانده بودند خشم نموده گفت: چرا این قربانی گناه را در مکان مقدس نخورید؟ آن آخر قدس قدس هاست و آن را او به شما داده است تا که گناه جماعت را برداشته برای آنها به حضور خداوند کفارت نمایید. خون آن آخر اندرون قدس
داخل کرده نشده است و حال آنکه شما آن را می بایست در قدس می خوردید چنان که امر فرموده بودم. و هارون به موسی سخن رانده گفت: امروز آخر آنها قربانی گناه خود و قربانی سوختنی خود را به حضور خداوند تقدیم کردند و چنین حادثه ها به من روی داد. پس اگر امروز قربانی گناه را می خوردم، آیا این در نظر خداوند مقبول می افتاد؟ و موسی این را شنیده معقول دانست. کتاب عبادت باب 11 درباره چارپایان پاک و ناپاک. و خداوند به موسی و هارون سخن رانده به آنها گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده بگوید: اینهایند جانورانی که شما می توانید از همه چارپایان روی زمین بخورید. هر چارپای سمدار که قوشسم باشد و خوراکش را کفشه کند آن را بخورید. اما اینها را از کفشه کنندگان و سمداران نخورید. شتر را، زیرا که آن کفشه کننده است ولیکن سمش قوشسم نیست، آن برای شما نجیس است. و زرگوش را، زیرا که آن کفش کننده است ولیکن سمش قوشسم نیست، آن برای شما نجیس است. و خرگوش را، زیرا که آن کفشه کننده است ولیکن سمش قوشسم نیست، آن برای شما نجیس است. و خوک را، زیرا که آن سمدار است و سمش قوشسم است ولیکن خوراکش را کفشه نمی کند، آن برای شما نجیس است. از گوشت آنها نخورید و به لاشه آنها نرسید، آنها برای شما نجیسند. از هر آنچه در آب است اینها را می توانید بخورید. هر آنچه پر و پلکچه در آب دارد، خواه در بحرها باشد خواه در نهرها، آنها را می توانید بخورید. ولی هر آنچه پر و پلکچه ندارد، خواه در بحرها باشد خواه در نهرها، از هر حشرات آب و از هر جانوری که در آب است، اینها برای شما قبیح است. و اینها برای شما قبیح خواهد بود. از گوشتشان نخورید و از لاشهشان نفرت نمایید. هر آنچه پر و پلکچه در آب ندارد برای شما قبیح خواهد بود. و از پرندگان از اینها نفرت نمایید. اینها خورده نشوند چون که قبیحند: عقاب و کرگس و برگوت و کلخاد و شاهین بازات آن و هر زاغ بازات آن و شترمرغ و بوم و ماهی خورک و قرچیغی بازات آن و چغز و بقلان و ایبیس و قو و مرغ سقا و لاشخور و لکلک و کلنگ بازات آن و هدهد و کورشپرک. تمام حشرات بالداری که بر 4 پای راه می رود برای شما قبیح است. اما از هر حشرات بالداری که بر 4 پای راه می رود همان را بخورید که از بالای کفهای پایش ساقها برای جستن بر زمین دارد. اینها را از آنها بخورید: ملخ بازات آن، سالعام بازات آن و هرجول بازات آن و حاجا بازات آن. و هر حشرات بالداری که 4 پای دارد برای شما قبیح است و از اینها نجیس خواهید شد. هر کی به لاشه آنها برسد تا شام نجیس خواهد بود. و هر کی چیزی از لاشه آنها برداشته باشد باید لباسهایش را بشوید و تا شام نجیس خواهد بود. هر چارپایی که سمدار است ولیکن سمش خوشسم نیست و خوراکش را کفشه نمی کند برای شما نجیس است. هر کی به آنها برسد نجیس خواهد شد. و از همه حیوانهایی که بر 4 پای راه می روند، هر کدامی که بر کف پای خود روان باشد برای شما نجیس است. هر کی به لاشه آنها برسد تا شام نجیس خواهد بود. و هر کی لاشه آنها را برداشته باشد
باید لباسهایش را بشوید و تا شام نجس خواهد بود. آنها برای شما نجیسند. و از حیوانهای میده‌ای که بر زمین میخزند، اینها برای شما نجیسند: کورموش و موش و سوسمار با ذاتش و خارپوشت و بوقلمون و کلتکلاس و حلمتا و کرباسه. اینها از همه حیوانهای خزنده برای شما نجیسند. هر کی به آنها پس از مردنشان برسد تا شام نجیس خواهد بود. و هر چیزی که یکی از آنها پس از مردنش بر آن افتد نجیس خواهد شد. خواه چیزی از ظرف چوبین، خواه لباس، خواه پوست، خواه خلطه، یعنی هر کالایی که برای کار استعمال می شود باید در آب گذاشته شود و آن تا شام نجیس خواهد بود و پس از آن پاک خواهد شد. و هر ظرف سفالین که یکی از آنها اندرون آن افتد، هر آنچه اندرون آن باشد نجیس خواهد شد و آن را بشکنید. هر خوراکواری که برای خوراک استعمال می شود، اگر بر آن از چنین ظرف آب ریخته باشد نجیس خواهد بود. و هر نوشاکی که برای نوشیدن استعمال می شود در چنین ظرف نجیس خواهد بود. و هر چیزی که بر آن از لاشه آنها افتد نجیس خواهد بود. تنور و آتشدان باید شکسته شوند، آنها نجیسند و برای شما نجیس خواهند بود. اما چشمه و چاه آبنبار پاک خواهند بود، ولی هر کی به لاشه آنها برسد نجیس خواهد شد. و اگر از لاشه آنها بر تخمی کاشتنی افتد آن پاک خواهد بود. ولی اگر آب بر آن تخمی ریخته شده باشد و از لاشه آنها بر آن افتد آن برای شما نجیس خواهد بود. و اگر یکی از چارپایانی که برای خوراک شماست بمیرد، هر کی به لاشه آن برسد تا شام نجیس خواهد بود. و هر کی از لاشه آن خورده باشد باید لباسهایش را بشوید و تا شام نجیس خواهد بود. و هر کی لاشه آن را برداشته باشد باید لباسهایش را بشوید و تا شام نجیس خواهد بود. و هر جانوری که بر زمین میخزد قبیح است، آن نباید خورده شود. هر آنچه بر شکمش میخزد و هر آنچه بر چهار پایش راه میرود و هر آنچه پایهای زیادی دارد، یعنی همه حیوانهای خزنده که بر زمین میخزند، آنها را نخورید، زیرا که آنها قبیحند. نفس خود را با هر حیوانی خزنده قبیح نسازید و خود را با آنها ناپاک نکنید، مبادا از آنها نجیس گردید. زیرا که من خداوند خدای شما هستم و شما تقدیس یافته مقدس خواهید بود، چون که من قدوس هستم. و نفس خود را با هر حیوانی که بر زمین میخزد نجیس نسازید، زیرا که من خداوندی هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا که خدای شما باشم. پس شما مقدس باشید، زیرا که من قدوس هستم. این از قانون درباره چارپایان و پرندگان و هر جانوری که در آب می جنبد و هر حیوانی که بر زمین می خزد، تا که نجیس از پاک و حیوانی خورده شونده از حیوانی خورده نشونده فرق کرده شود. کتاب عبادت باب 12. قانون درباره مادری. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل بگو اگر زن حامله شده پسر زاید 7 روز ناپاک خواهد بود، مثل روزهای حیضش ناپاک خواهد بود. و در روز 8 غلافک بچه ختنه کرده می شود. و 33 روز وی باید در خون پاکی خود بماند و هیچ چیزی مقدس نرسد و به قدس ندراید تا دمی که روزهای پاکیش پر شود. و اگر وی دختر زاید 2 هفته مثل مدت حیضش ناپاک خواهد بود و 66 روز وی باید در خون پاکی خود بماند.
و چون روزهای پاکیش برای پسر یا دختر پر شود، وی باید بره یک ساله برای قربانی سوختنی و چوجه کبوتر یا فاخته برای قربانی گناه نزد در خیمه جامع به کاهن بیارد و او این را به حضور خداوند تقدیم کرده برای وی کفارت می نماید و وی از جریان خون خود پاک خواهد شد. این است قانون زنی که پسر یا دختر زاییده باشد و اگر آوردن بره برایش دسترس نباشد، بگذار 2 فاخته یا 2 چوجه کبوتر آورد که یکی برای قربانی سوختنی و دیگری برای قربانی گناه است و کاهن برای وی کفارت خواهد نمود و وی پاک خواهد شد. کتاب عبادت باب 13. دستورها درباره مخویان. و خداوند به موسی و هارون سخن رانده گفت: آدمی که بر پوست بدنش ورم یا خشکی یا داغ رفشن پیدا می شود و این بر پوست بدنش مانند زخمی مخو است، او باید نزد هارون کاهن یا نزد یکی از پسران کاهنش آورده شود و کاهن آن زخم را که بر پوست بدن است می بیند و اگر مویهای روی زخم سفید شده، نمود زخم از پوست بدنش چقورتر باشد، این زخمی مخو است و کاهن این را دیده او را نجیس اعلان می کند. و اگر داغ رفشن سفید بر پوست بدنش باشد ولی نمود آن از پوست چقورتر نباشد و مویهایش سفید نشده باشد، کاهن چنین زخمدار را 7 روز جدا می گذارد و در روز هفتم کاهن ورا می بیند و اینک زخم در حالت اوله مانده است و زخم در پوست پهن نشده است. کاهن دویم باره ورا 7 روز جدا می گذارد و کاهن دویم باره ورا در روز هفتم می بیند و اینک زخم کمرنگ شده است و زخم در پوست پهن نشده است. کاهن ورا پاک اعلان می کند: این خشکی پوست است و بگذار وی لباسهایش را بشوید و پاک خواهد بود. و اگر خشکی در پوست پهن شود، بعد از آن که وی خود را به کاهن نشان داده پاک اعلان کرده شده است، وی باید دویم باره نزد کاهن حاضر شود و کاهن می بیند و اینک خشکی در پوست پهن شده است. کاهن ورا نجیس اعلان می کند: این مخو است. اگر زخمی مخو در بدن کسی باشد، وی باید نزد کاهن آورده شود و کاهن می بیند و اینک ورم سفید بر پوست نمایان است و مویها را آن سفید گردانیده است و گوشت زنده در ورم پیدا شده است. این بر پوست بدن وی مخوی کهنه است و کاهن ورا نجیس اعلان می کند و را حتی جدا نمی گذارد، زیرا که وی بشبهه نجیس است. و اگر مخو بر پوست پهن شده باشد و مخو تمام پوست بیمار را از سرش تا پاهایش پوشانیده باشد، به اندازه که چشمان کاهن می تواند ببیند و کاهن می بیند و اینک مخو تمام بدن ورا پوشانیده است، او پاکی بیمار را اعلان می نماید. از بس که تمام بدن وی سفید شده است، وی پاک است. ولی وقتی که بر وی گوشت زنده نمایان شود، وی نجیس خواهد بود. و همین که کاهن گوشت زنده را ببیند، ورا نجیس اعلان می کند: گوشت زنده نجیس است، زیرا که مخو است. و اگر گوشت زنده تغییر یافته سفید شود، وی باید نزد کاهن بیاید و کاهن ورا می بیند و اینک آن زخم سفید شده است و کاهن بیمار را پاک اعلان می نماید: وی پاک است. و اگر بر پوست بدن کسی آبله پیدا شده صحت یافته باشد و در جای آن آبله ورم سفید رنگی یا داغ رفشن سفید سرختاب به وجود آمده باشد، و باید آن را به کاهن نشان دهد و کاهن می بیند و اینک نمود آن از پوست پستر است
و مویهای آن سفید شده است و کاهن ورا نجس اعلان می کند. این زخم مخوف است که در آبیله به وجود آمده است. ولی اگر کاهن آن را ببیند و اینک مویهای سفید بر آن نیست و آن از پوست پستر نیست و آن کمرنگ است، کاهن ورا 7 روز جدا می گذارد. و اگر آن بر پوست پهن شده رود، کاهن ورا نجس اعلان می کند. این زخم است. و اگر آن داغ رفشن در جایش مانده پهن نشود، این آماس آبیله است و کاهن ورا پاک اعلان می کند. یا اگر بر پوست بدن کسی داغ آتش باشد و بر گوشت زنده آن داغ رفشن سفید سرخاب یا سفید پیدا شده باشد، کاهن آن را می بیند و اینک مویها بر آن داغ رفشن سفید شده است و نمودش از پوست چقورتر است. این مخوف است که در آن داغ آتش به وجود آمده است و کاهن ورا نجس اعلان می کند. این زخم مخوف است. و اگر کاهن آن را ببیند و اینک بر داغ رفشن مویهای سفید نیست و آن از پوست پستر نیست و آن کمرنگ است، کاهن ورا 7 روز جدا می گذارد. و کاهن ورا در روز هفتم می بیند. اگر آن بر پوست پهن شده باشد، کاهن ورا نجس اعلان می کند. این زخم مخوف است. ولی اگر آن داغ رفشن در جایش مانده بر پوست پهن نشود و آن کمرنگ باشد، این ورم داغ آتش است و کاهن ورا پاک اعلان می کند، زیرا که این آماس داغ آتش است. و اگر زخم بر سر یا بر زنخ مرد یا زن باشد، کاهن آن زخم را می بیند و اینک نمود آن از پوست چقورتر است و مویهای زرد باریک بر آن نمایان است، ورا کاهن نجس اعلان می کند. این کلی یعنی مخوی سر یا زنخ است. وقتی که کاهن این زخم کلی را می بیند و اینک نمود آن از پوست چقورتر نیست و مویهای سیاه بر آن نیست، کاهن آن شخص گرفتار زخم کلی را 7 روز جدا می گذارد. و در روز هفتم کاهن آن زخم را می بیند و اینک آن کلی پهن نشده است و مویهای زرد در آن نیست و نمود کلی از پوست چقورتر نیست. پس مویهای وی باید تراشیده شود، ولی جای کلی تراشیده نشود و کاهن آن شخص گرفتار کلی را دویم باره 7 روز جدا می گذارد. و کاهن آن کلی را در روز هفتم می بیند و اینک آن کلی بر پوست پهن نشده است و نمود آن از پوست چقورتر نیست. آنگاه کاهن ورا پاک اعلان می کند و وی لباسهایش را شسته پاک می شود. و اگر بعد از پاک شدنش کلی بر پوست پهن شود، کاهن ورا می بیند و اینک کلی بر پوست پهن شده است، بگذار کاهن مویهای زرد را جستجو نکند، وی نجس است. ولی اگر کلی در حالت اوله مانده مویهای سیاه بر آن رویده باشد، کلی صحت یافته است، وی پاک است و کاهن ورا پاک اعلان می کند. و اگر مرد یا زن بر پوست بدنشان داغ‌های رفشن یعنی داغ‌های سفید داشته باشند، کاهن می بیند و اینک بر پوست بدنشان داغ‌های رفشنی کمرنگ سفید نمایان است، این به حق است که بر پوست پیدا شده است، آن پاک است. و کسی که موی سرش ریخته باشد، وی اقرع است، وی پاک است. و اگر موی سری وی از طرف پیشانیش ریخته باشد، وی تا سر است، وی پاک است. ولی اگر در جای به موی اقرع یا تا سر زخم سفید سرخاب باشد، این مخوف است که بر سر اقرع یا تا سر پیدا شده است. و کاهن ورا می بیند و اینک ورم زخم سفید سرخاب بر جای به موی اقرع یا تا سر نمایان است که به نمود مخوف پوست بدن مانند است. پس وی مخوی است، وی نجس است. کاهن باید ورا نجس اعلان کند، زخم وی بر سر وی است.
و مخوی که گرفتار این زخم است، لباسهایش باید چاک کرده شود و سرش شانه را نبیند و آن تا مویلبش پوشانیده شود و وی فریاد زند: نجیس، نجیس. تمام ایامی که آن زخم بر وی باشد، وی نجیس خواهد بود. وی نجیس است. وی باید تنها زندگی کند، یعنی مسکنش بیرون از اردوگاه باشد. و اگر بر لباس اثر زخم مخو نمایان باشد، خواه لباس از پشم باشد، خواه از کتان، خواه بر تار آن باشد، خواه بر پود آن کتان و پشم، خواه بر چرم باشد، خواه بر هر مصنوع چرمین، و اگر آن زخم سبزتاب یا سرختاب بوده، بر لباس یا بر چرم یا بر تار یا بر پود یا بر هر کالای چرمین باشد، این زخم مخو است و باید به کاهن نشان داده شود. و کاهن آن زخم را می بیند و آن زخمدار را 7 روز جدا می گذارد و آن زخم را او در روز هفتم می بیند. و اگر آن بر لباس پهن شده باشد، خواه بر تار، خواه بر پود، خواه بر چرم، یعنی بر هر مصنوعی که از چرم ساخته شده است، آن زخم مخوی مفسد است، آن نجیس است و او باید آن لباس را بسوزاند، خواه تار باشد، خواه پود، خواه از پشم باشد، خواه از کتان، خواه هر کالای چرمینی که زخم بر آن باشد، زیرا که آن مخوی مفسد است، آن باید در آتش سوزانیده شود. و اگر کاهن ببیند که اینک آن زخم بر لباس پهن نشده است، خواه بر تار باشد، خواه بر پود، خواه بر هر کالای چرمین، کاهن امر می فرماید و آنچه را که زخم بر آن است می شویند و او آن را دویم باره جدا می گذارد. و کاهن زخم را بعد از شستن می بیند و اینک زخم حالت اولی خود را دیگرگون نکرده است و زخم اگرچه پهن نشده است، آن نجیس است، آن را در آتش بسوزان. این فرسودگی که در ابره آن یا در استر آن می باشد. و اگر کاهن ببیند که اینک زخم بعد از شستن آن کمرنگ شده است، بگذار آن را از لباس یا از چرم یا از تار یا از پود در رانیده جدا کند. و اگر آن باز بر لباس یا بر تار یا بر پود یا بر هر کالای چرمین نمایان گردد، این مخو است که شکفته پهن می شود. آنچه را که دارای این زخم است در آتش بسوزان. ولی آن لباس یا تار یا پود یا هر کالای چرمین را که شسته ای و زخم از آنها نیست شده است، دویم باره بشوی و آنها پاک خواهد بود. این از قانون درباره زخم مخو بر لباس پشمین یا کتان یا بر تار یا بر پود یا بر هر کالای چرمین برای پاک یا نجس اعلان کردن آن. کتاب عبادت باب 14 درباره پاک کردن از مخو. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: این است قانون درباره مخوی در روزی که وی پاک اعلان کرده می شود. وی باید نزد کاهن آورده شود. و کاهن از اردوگاه بیرون می رود و کاهن می بیند و اینک مخوی از زخم مخو شفا یافته است. و کاهن امر می فرماید که برای شخصی پاک شونده 2 پرنده زنده پاک و چوب ارز و رشته قرمزی و زوفا بگیرند. و کاهن امر می فرماید که 1 پرنده را بر ظرف سفالین بر آب روان بکشند. اما پرنده زنده را او با چوب ارز و رشته قرمزی و زوفا می گیرد و آنها را با پرنده زنده در خون پرنده که بر آب روان کشته شده است می غوطاند. و بر کسی که از مخو پاک می شود 7 کرد می پاشد و ورا پاک اعلان می کند و پرنده زنده را به صحرا سر می دهد. و پاک شونده لباسهایش را می شوید و تمام موی خود را می تراشد و در آب غسل می کند و پاک می شود. و بعد از آن به اردوگاه می آید و 7 روز بیرون از خیمه خود زندگی می کند.
و در روز هفتم تمام موی خود را می تراشد، سر خود و ریش خود و ابروان خود و تمام موی خود را می تراشد و لباسهای خود را می شوید و بدن خود را در آب غسل می دهد و پاک می شود. و در روز هشتم 2 بره بی عیب و 1 میش 1 ساله بی عیب و 3 عشر آرد مهین با روغن آمیخته برای هدیه آردی و 1 لوج روغن می گیرد. و کاهن پاک کننده شخص پاک شونده را با این چیزها به حضور خداوند نزد در خیمه جامع می گذارد. و کاهن 1 بره را می گیرد و آن را با 1 لوج روغن برای قربانی جرم تقدیم می نماید و آنها را همچون انعام جنبانیدنی به حضور خداوند می جنباند. و بره را در مکانی که قربانی گناه و قربانی سوختنی را ذبح می کنند، یعنی در مکان مقدس ذبح می نمایند، زیرا که این قربانی جرم مثل قربانی گناه از آن کاهن است. این قدسی قدس هاست. و کاهن از خون قربانی جرم می گیرد و کاهن آن را بر نرمه گوش راست شخص پاک شونده و بر نرانگوشت دست راست وی و بر نرانگوشت پای راست وی می مالد. و کاهن قدر از لوج روغن گرفته بر کف دست چپ خود می ریزد. و کاهن انگشت راست خود را در روغنی که در کف دست چپ اوست می غوطاند و از روغن با انگشت خود 7 کرات به حضور خداوند می پاشد. و از بقیه روغنی که در کف دست اوست کاهن به نرمه گوش راست شخص پاک شونده و به نرانگشت دست راست وی و به نرانگشت پای راست وی بالای خون قربانی جرم می مالد. و بقیه روغنی را که در کف دست کاهن است به سر شخص پاک شونده می مالد و کاهن و را به حضور خداوند کفارت می نماید. و کاهن قربانی گناه را تقدیم می کند و پاک شونده را از نجیسی وی کفارت می نماید و ثانی قربانی سوختنی را ذبح می کند. و کاهن قربانی سوختنی و هدیه آردی را بر قربانگاه می گذارد و کاهن و را کفارت می نماید و وی پاک می شود. و اگر وی کم بضاعت بوده این چیزها برایش دسترس نباشد، بگذار 1 بره برای قربانی جرم بگیرد تا جنبانیده شود و را کفارت نماید و 1 عشر آرد مهین با روغن آمیخته برای هدیه آردی بگیرد و 1 لوج روغن و 2 فاخته یا 2 چوجه کبوتر که برایش دسترس باشد، 1 قربانی گناه و دیگر قربانی سوختنی خواهد بود. و آنها را در روز هشتم پاکشوی خود نزد کاهن و در خیمه جامع به حضور خداوند بیارد. و کاهن بره قربانی جرم و لوج روغن را می گیرد و کاهن آنها را همچون انعام جنبانیدنی به حضور خداوند می جنباند و بره قربانی جرم را ذبح می کند. و کاهن از خون قربانی جرم گرفته و نرمه گوش راست شخص پاک شونده و به نرانگشت دست راست وی و به نرانگشت پای راست وی می مالد. و کاهن از روغن به کف دست چپ خود می ریزد. و کاهن از روغنی که در کف دست چپ اوست با انگشت راست خود 7 کرات به حضور خداوند می پاشد. و کاهن از روغنی که در کف اوست به نرمه گوش راست شخص پاک شونده و به نرانگشت دست راست وی و به نرانگشت پای راست وی بر جای خون قربانی جرم می مالد. و بقیه روغنی را که در کف کاهن است به سر شخص پاک شونده می مالد تا که و را به حضور خداوند کفارت نماید. و 1 از فاخته ها یا چوجه های کبوتر را که برایش دسترس باشد تقدیم می نماید، یعنی از آن چی برایش دسترس باشد
یکی را برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی با یکجایگی هدیه آردی و کاهن پاکشونده را به حضور خداوند کفارت می نماید. این از قانون درباره شخصی که زخم مخوف دارد و دارایی وی برای پاک شدنش غیر کافی است. و خداوند به موسی و هارون سخن رانده گفت: وقتی که به زمین کنعان که آن را من به تصرف شما می دهم داخل شوید و من زخم مخوف را به خانه در زمین ملک شما بفرستم، پس صاحب آن خانه باید نزد کاهن آمده بگوید: در خانه چیزی مثل زخم به نظر می نماید. و کاهن امر می فرماید که خانه را خالی کنند پیش از آن که کاهن برای دیدن آن زخم بیاید، تا که هر آنچه در خانه است نجس نشود. و ثانی کاهن برای دیدن خانه می آید و او زخم را می بیند و اینک زخم بر دیوارهای خانه از چقرچه های سبزتاب یا سرختاب عبارت است و نمودشان از دیوار پستر است. و کاهن از خانه به در خانه می براید و خانه را 7 روزه می بندد و در روز هفتم کاهن آمده می بیند و اینک زخم بر دیوارهای خانه پهن شده است. و کاهن امر می فرماید که سنگ‌هایی را که زخم بر آنهاست کنده گیرند و آنها را بیرون از شهر در مکان ناپاک پرتایند و انداوه خانه را از درون گرداگرد بتراشند و خاکی را که تراشیدند بیرون از شهر در مکان ناپاک بریزند و سنگ‌های دیگر گرفته به جای آن سنگ‌ها بمانند و خاکی دیگر گرفته خانه را انداوه کنند. و اگر زخم از نو پیدا شده بعد از کنده گرفتن سنگ‌ها و بعد از تراشیدن انداوه خانه و بعد از انداوه کردن آن باز در خانه پهن شود، پس کاهن آمده می بیند و اینک زخم در خانه پهن شده است، این مخوف مفسد است در خانه و آن نجس است. این خانه را باید ویران کرده، سنگ‌هایش و چوب‌هایش و تمام خاک خانه را بیرون از شهر در مکان ناپاک برآرند. و هر کی به این خانه در تمام ایامی که آن بسته است داخل شود تا شام نجس خواهد بود. و هر کی در این خانه بخوابد باید لباسهای خود را بشوید و هر کی در این خانه چیزی بخورد باید لباسهای خود را بشوید. و اگر کاهن آمده ببیند و اینک زخم بعد از انداوه کردن خانه پهن نشده است، کاهن خانه را پاک اعلان می کند، زیرا که زخم برطرف شده است. و او برای پاک کردن خانه 2 پرنده و چوب ارز و ریشته قرمزی و زوفا می گیرد و یک پرنده را بر ظرف سفالین بر آب روان می کشد و چوب ارز و زوفا و ریشته قرمزی و پرنده زنده را می گیرد و آنها را در خون پرنده که بر آب روان کشته شده است می غوطاند و بر خانه 7 کرد می پاشد و خانه را با خون پرنده و با آب روان و با پرنده زنده و با چوب ارز و با زوفا و با ریشته قرمزی پاک می کند. و پرنده زنده را بیرون از شهر به صحرا سر می دهد و خانه را کفارت می نماید و آن پاک خواهد بود. این از قانون درباره هر زخم مخوف و درباره کلی و درباره مخوف لباس و خانه و درباره ورم و درباره خشکی و درباره داغ رفشان، برای تعلیم دادن آن که کدام وقت این نجس است و کدام وقت این پاک است. این از قانون درباره مخوف. کتاب عبادت باب 15. دستورها درباره پاکی جسم. و خداوند به موسی و هارون سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگوید: اگر کسی از جسم خود جریان داشته باشد، آنچه از او جاری می شود ناپاک است.
و این است ناپاکی او به سبب جریان او. خواه جریان او از جسم او جاری باشد، خواه جریان او در جسم او بسته باشد، این ناپاکی اوست. هر بستری که شخصی جریاندار بر آن می‌خوابد نجیس است و هر اشیایی که بر آن می‌نشیند نجیس است. و هر کی به بستر او می‌رسد باید لباسهای خود را بشوید و در آب غسل کند و تا شام نجیس خواهد بود. و هر کی بر اشیا می‌نشیند که شخصی جریاندار بر آن نشسته بود باید لباسهای خود را بشوید و در آب غسل کند و تا شام نجیس خواهد بود. و هر کی به بدن شخصی جریاندار می‌رسد باید لباسهای خود را بشوید و در آب غسل کند و تا شام نجیس خواهد بود. و اگر شخصی جریاندار بر کسی پاک تف کند آن کس باید لباسهای خود را بشوید و در آب غسل کند و تا شام نجیس خواهد بود. و هر زینی که شخصی جریاندار بر آن سوار می شود نجیس است. و هر کی به هر آنچه در تگ او بود می رسد تا شام نجیس خواهد بود. و هر کی آن اشیا را می بردارد باید لباسهای خود را بشوید و در آب غسل کند و تا شام نجیس خواهد بود. و هر کسی که شخصی جریاندار به او می رسد به آنکه دستهایش را با آب شسته باشد باید لباس خود را بشوید و در آب غسل کند و تا شام نجیس خواهد بود. و ظرف سفالین که شخصی جریاندار به آن می رسد باید شکسته شود و هر ظرف چوبین باید با آب شسته شود. و هنگامی که شخصی جریاندار از جریان خود پاک می شود او باید از وقت پاک شدنش 7 روز شمرده لباسهای خود را بشوید و بدن خود را در آب روان غسل دهد و پاک خواهد بود. و در روز هشتم او برای خود 2 فاخته یا 2 چوجه کبوتر می گیرد و به حضور خداوند نزد در خیمه جامع آنها را به کاهن می دهد. و کاهن یکی را همچون قربانی گناه و دیگری را همچون قربانی سوختنی تقدیم می کند. و کاهن او را به حضور خداوند از جریان او کفارت می نماید. و اگر از مرد جریان نطفه بیرون آید او باید تمام بدن خود را در آب غسل دهد و تا شام نجس خواهد بود. و هر لباس و هر پوست که جریان نطفه بر آن باشد باید با آب شسته شود و تا شام نجس خواهد بود. و اگر به مرد هنگامی که با زن خوابیده باشد جریان نطفه روی دهد باید آنها در آب غسل کنند و تا شام نجس خواهند بود. و اگر زن جریان داشته باشد یعنی جریان خونی که از جسم وی جاری می شود وی باید 7 روز در حیض خود بماند و هر کی به وی می رسد تا شام نجس خواهد بود. و هر چیزی که وی در وقت حیض خود بر آن می خوابد نجس است و هر چیزی که وی بر آن می نشیند نجس است. و هر کی به بستر وی می رسد باید لباس خود را بشوید و در آب غسل کند و تا شام نجس خواهد بود. و هر کی به هر اشیای می رسد که وی بر آن نشسته بود باید لباس خود را بشوید و در آب غسل کند و تا شام نجس خواهد بود. و اگر بر بستر وی یا بر اشیایی که وی بر آن نشسته بود چیزی باشد هنگامی که کسی به آن چیز می رسد تا شام نجس خواهد بود. و اگر مرد با وی بخوابد حیض وی بر او خواهد بود و او 7 روز نجس خواهد گردید و هر بستری که او بر آن می خوابد نجس خواهد بود. و اگر زن روزهای بسیار بدون زمان حیضش جریان خون داشته باشد یا که جریانش زیاده از زمان حیضش دوام کند تمام ایام جریان ناپاکی وی مثل روزهای حیض وی خواهد بود. وی نجس است. هر بستری که وی تمام ایام جریان خود بر آن می خوابد
برای وی مثل بستری حیضش خواهد بود و هر اشیایی که وی بر آن می نشیند مثل ناپاکی حیض وی نجس خواهد بود و هر کی به آن اشیا می رسد نجس خواهد بود و باید لباس خود را بشوید و در آب غسل کند و تا شام نجس خواهد بود. و هنگامی که وی از جریان خود فارغ می شود وی باید 7 روز برای خود بشمارد و بعد از آن پاک خواهد بود. و در روز هشتم وی 2 فاخته یا 2 چوجه کبوتر برای خود می گیرد و آنها را به کاهن نزد در خیمه جامع می بیارد. و کاهن یکی را همچون قربانی گناه و دیگری را همچون قربانی سوختنی تقدیم می کند و کاهن ورا به حضور خداوند از جریان ناپاکی وی کفارت می نماید. پس بنی اسرائیل را از ناپاکی آنها احتیاط کنید تا که مسکن مرا که در میان آنهاست پلید گردانیده در ناپاکی خود نمیرند. این است قانون درباره کسی که جریان دارد و درباره کسی که نطفه از وی بیرون آمده و را نجس می گرداند. و درباره زنی که در وقت حیض خود اذیت می کشد و درباره شخصی که جریان دارد خواه مرد باشد خواه زن و درباره مردی که با زنی ناپاک می خوابد. کتاب عبادت باب 16 درباره روز مصالحه. و خداوند به موسی بعد از مردن 2 پسر هارون که به حضور خداوند نزدیک آمدند و مردند سخن رانده گفت. و خداوند به موسی گفت و برادرت هارون بگو که در قدس و پشت پرده‌ای که پیش سرپوش صندوق است هر وقت داخل نشود تا که نمیرد، زیرا که من اندرون ابر بر سرپوش ظاهر خواهم شد. با این چیزها هارون باید به قدس داخل شود با گوساله برای قربانی گناه و با قشخوار برای قربانی سوختنی. بگذار پیراهن کتان مقدس را در بر کند و ازار کتان بر بدنش باشد و کمربند کتان را ببندد و عمامه کتان را بپوشد. اینها لباسهای مقدس است و بدن خود را در آب غسل داده آنها را در بر کند. و از جماعت بنی اسرائیل بگذار 2 نربوز برای قربانی گناه و 1 قشخوار برای قربانی سوختنی بگیرد. و هارون گوساله قربانی گناه را که برای خود اوست تقدیم کرده خودش و اهل بیتش را کفارت می نماید. و 2 نربوز را می گیرد و آنها را به حضور خداوند نزد در خیمه جامع می گذارد. و هارون بر آن 2 نربوز قرعه می پرتاید، 1 قرعه برای خداوند و 1 قرعه برای عزازیل. و هارون نربوزی را که قرعه برای خداوند بر آن برآمده است نزدیک می آورد و آن را برای قربانی گناه تقدیم می نماید. و نربوزی را که قرعه برای عزازیل بر آن برآمده است در حالت زنده به حضور خداوند می گذارد تا که بر آن کفارت نماید و آن را برای عزازیل به بیابان بفرستد. و هارون گوساله قربانی گناه را که برای خود اوست نزدیک می آورد و خودش و اهل بیتش را کفارت می نماید. و این گوساله قربانی گناه را که برای خود اوست ذبح می کند. و مجمر پر از لخچه های آتش را از بالای قربانگاهی که در حضور خداوند است و 2 مشت بخور معطر سوده را گرفته و پشت پرده می درآید. و بخور را بر آتش و حضور خداوند می ماند و ابر بخور در پوشی را که بر الواح شهادت است می پوشاند تا که او نمیرد. و از خون گوساله گرفته با انگشتش به طرف شرقی سرپوش می پاشد
و پیش سرپوش 7 کرد از آن خون با انگشتش می پاشد. و نربوز قربانی گناه را که برای قوم است ذبح می کند و خون آن را به پشت پرده می آورد و با خونش آنچنان عمل می کند که با خون گوساله عمل کرده بود و آن را بر سرپوش و پیش سرپوش می پاشد. و قدس را از ناپاکی های بنی اسرائیل و از جنایت های آنها که در همه گناه های آنهاست کفارت می نماید. و با خیمه جامع نیز که با آنها در میان ناپاکی های آنها ساکن است چنین عمل می کند. و هیچ کس نباید در خیمه جامع باشد از وقتی که او برای کفارت کردن به قدس داخل می شود تا وقتی که بیرون می آید و همین طور او خودش، اهل بیتش و تمام جماعت اسرائیل را کفارت می نماید. و نزد قربانگاهی که در حضور خداوند است بیرون آمده آن را کفارت می نماید، یعنی از خون گوساله و از خون نربوز گرفته بر شاخهای قربانگاه گرداگرد می مالد. و بر آن از خون با انگشتش 7 کرد می پاشد و آن را از ناپاکی های بنی اسرائیل پاک می گرداند و تقدیس می نماید. و کفارت قدس و خیمه جامع و قربانگاه را به انجام رسانیده نربوز زنده را نزدیک می آورد. و هارون 2 دست خود را بر سر نربوز زنده می ماند و بر آن همه خطاهای بنی اسرائیل و همه جنایت‌های آنها و همه گناه‌های آنها را اعتراف می نماید و آنها را بر سر نربوز می گذارد و آن را به واسطه شخص مخصوص و بیابان می فرستاند. و نربوز همه گناه‌های آنها را بر خود برداشته و زمین خرابزار می برد و آن شخص نربوز را در بیابان سر می دهد. و هارون به خیمه جامع داخل می شود و لباسهای کتان را که هنگام داخل شدن به قدس پوشیده بود می کشد و آنها را در آنجا می ماند. و بدن خود را در مکان مقدس در آب غسل می دهد و لباسهای خود را می پوشد و بیرون آمده قربانی سوختنی خودش و قربانی سوختنی قوم را تقدیم می کند و خودش و قوم را کفارت می نماید. و چربوی قربانی گناه را بر قربانگاه می سوزاند و آن شخص که نربوز را برای عزازیل برده است باید لباسهای خود را بشوید و بدن خود را در آب غسل دهد و بعد از آن می تواند به اردوگاه داخل شود. و گوساله قربانی گناه و نربوز قربانی گناه را که خونشان برای کفارت به قدس درآورده شده بود بگذار از اردوگاه بیرون آورند و پوست آنها و گوشت آنها و سرگین آنها را در آتش بسوزانند. و آن شخص که آنها را می سوزاند باید لباسهای خود را بشوید و بدن خود را در آب غسل دهد و بعد از آن می تواند به اردوگاه داخل شود. و بگذار این برای شما فریضه ابدی باشد. در ماه هفتم در روز 10 ماه جانهای خود را با روزه اذیت دهید و هیچ کاری نکنید. هم توبجاییان و هم غریبانی که در میان شما مسکن گرفته باشند. زیرا که در این روز کاهن شما را کفارت می نماید تا که شما را از همه گناهاتان پاک گرداند. شما به حضور خداوند پاک خواهید شد. این شنبه آرامی است برای شما و شما جانهای خود را با روزه اذیت دهید. این فریضه ابدی است. و کفارت را باید کاهن به عمل آورد که او را تدهین نموده برگماشته باشند تا که به جای پدرش کهانت نماید و او لباسهای کتان یعنی لباسهای مقدس در بر می کند. و قدس قدسها را کفارت می نماید و خیمه جامع و قربانگاه را نیز کفارت می نماید و کاهنان و تمام جماعت قوم را کفارت می نماید. و این است برای شما فریضه ابدی خواهد بود
تا که بنی اسرائیل از همه گناهاشان سال یک کرات کفارت کرده شوند و هارون آنچنان که خداوند به موسی امر فرموده بود به عمل آورد. کتاب عبادت باب 17. دستور درباره مکان تقدیم کردن قربانی. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به هارون و پسرانش و به تمام بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو: این است آنچه خداوند امر فرموده گفته است: هر کسی که از خاندان اسرائیل گاو یا گوسفند یا بز در اردوگاه ذبح میکند یا که بیرون از اردوگاه ذبح میکند و آن را به در خیمه جامع نمی بیارد تا که برای خداوند پیش مسکن خداوند قربانی کند، این برای آن کس خون حساب خواهد یافت. وی خون ریخته است و آن کس از میان قوم خود محو خواهد شد، تا که بنی اسرائیل ذبح‌های خود را که در صحرا ذبح میکنند بیارند، یعنی آنها را برای خداوند به در خیمه جامع نزد کاهن بیارند و آنها را همچون ذبح‌های سلامتی برای خداوند ذبح کنند. و کاهن خون را بر قربانگاه خداوند نزد در خیمه جامع می پاشد و چربو را همچون عطر گوارا برای خداوند می سوزاند. و من بعد آنها ذبح‌های خود را برای دیوهایی که پیروی می نمایند نباید ذبح کنند. این برای آنها در نسل‌هاشان فریضه ابدی خواهد بود. و به آنها بگو: هر کسی که از خاندان اسرائیل و از غریبانی که در میان آنها مسکن گرفتند قربانی سوختنی یا ذبح تقدیم نمایند، ولی آن را به در خیمه جامع نآورد تا که آن را برای خداوند تقدیم نماید، آن کس از میان قوم خود محو خواهد شد. درباره خون، اهمیت و قدسیت آن. و هر کس از خاندان اسرائیل و از غریبانی که در میان آنها مسکن گرفتند اگر یگان خون را بخورد، من خشم خود را بر جان آن خورنده خون روانه کرده آن را از میان قوم خود محو خواهم کرد. چون که جان جسم در خون است و من آن را به شما برای قربانگاه دادم تا که جانهای شما را کفارت نماید، زیرا همین خون است که جان را کفارت می نماید. بنابراین من به بنی اسرائیل گفتم: هیچ کس از میان شما خون نخورد و غریبی که در میان شما مسکن گرفته است خون نخورد. و هر کس از بنی اسرائیل و از غریبانی که در میان آنها مسکن گرفتند اگر جانور یا پرنده را که خورده می شود صید کند، باید خون آن را بریزد و با خاک بپوشاند. زیرا جان هر جسم خون آن است، یعنی جانش در آن است. و من به بنی اسرائیل گفتم: خون هیچ یک جسم را نخورید، زیرا که جان هر جسم خون آن است، هر کی آن را بخورد محو خواهد شد. و هر کس خواه توبجایی باشد خواه غریب، اگر لاشه یا دریده شده را بخورد، باید لباسهای خود را بشوید و در آب غسل کند و تا شام نجس بوده بعد از آن پاک خواهد شد. ولی اگر لباسهایش را نشوید و بدنش را غسل ندهد، برای گناه خود جزا خواهد یافت. کتاب عبادت باب 18. منع ازدواج خویش و تبار نزدیک. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو: من خداوند خدای شما هستم. مثل اعمال زمین مصر که در آن ساکن بودید عمل نکنید و مثل اعمال زمین کنعان که من شما را به آنجا میبرم عمل نکنید و بر طبق فرایض آنها رفتار ننمایید. دستورهای مرا به عمل آورید و فرایض مرا رعایت نمایید تا که بر طبق آنها رفتار کنید.
من خداوند خدای شما هستم. و فرایض و دستورهای مرا رعایت نمایید که آدم آنها را به عمل آورده با آنها زنده خواهد بود. من خداوند هستم. هیچ کس به هیچ خویشاوند همجسم خود نزدیک نشود تا که عورتش را آشکار کند. من خداوند هستم. عورت پدرت را یعنی عورت مادرت را آشکار نکن، وی مادری توست. عورت ورا آشکار نکن. عورت زنی پدرت را آشکار نکن، آن عورت پدری توست. عورت خواهرت را یعنی دختری پدرت یا دختری مادرت را، خواه مولود خانه باشد خواه مولود بیرون، عورت آنها را آشکار نکن. عورت دختری پسرت یا دختری دخترت را، عورت آنها را آشکار نکن، زیرا که اینها عورت توست. عورت دختری زنی پدرت را که از پدرت زاییده شده باشد، وی خواهری توست. عورت ورا آشکار نکن. عورت خواهر پدرت را آشکار نکن، وی همجسم پدری توست. عورت خواهر مادرت را آشکار نکن، زیرا که وی همجسم مادری توست. عورت برادر پدرت را آشکار نکن، به زن وی نزدیک نشو، و ینگه توست. عورت کلینت را آشکار نکن، وی زن پسری توست. عورت ورا آشکار نکن. عورت زن برادرت را آشکار نکن، این عورت برادری توست. عورت زن و دختری ورا آشکار نکن، دختری پسرش و دختری دخترش را نگیر تا که عورت ورا آشکار کنی. اینها همجسم وی می باشند و این فسق و فجور است. و زنی را با خواهرش همچون پلنج وی نگیر تا که عورت او را در حضور وی هنگامی که وی زنده است آشکار کنی. و به زن در وقت ناپاکی حیض وی نزدیک نشو تا که عورت ورا آشکار کنی. و با زن یار خود جماع نکن تا که نطفه ریخته با وی نجس گردی. و از نسل خود هیچ یکی را برای مهلک از آتش نگذران و اسم خدای خود را به حرمت نگردان. و با مرد مثل زن جماع نکن، این کار زشت است. و با هیچ چارپا نخوست تا که با آن نجس گردی، و زن نباید پیش چارپای بیستد تا که با آن جماع کند، این قباحت است. با هیچ یکی از اینها خود را نجس نگردانید، زیرا خلقهایی که من آنها را از پیش شما به در میرانم خود را با همه اینها نجس گردانیدند. و زمین نجس گردید و من آن را برای گناهش جزا دادم و زمین ساکنان خود را قی نمود. ولی شما فرایض و دستورهای مرا رعایت نمایید و هیچ یکی را از این قباحت‌ها به عمل نآورید، خواه توبجاییان خواه غریبانی که در میان شما مسکن گرفتند. زیرا مردمان این زمین که پیش از شما بودند همه این قباحت‌ها را به عمل می آوردند و زمین نجس گردید. مبادا این زمین شما را نیز اگر آن را نجس گردانید قی کند، چنان که خلق‌هایی را که پیش از شما بودند قی کرده است. زیرا هر کسی که یکی از این قباحت‌ها را به عمل آورد، جانهای به عمل آوردگان از میان قوم خود محو خواهد شد. پس فرمان مرا رعایت نمایید تا که بر طبق آن عرف و عادت‌های زشت که پیش از شما به عمل آورده شده است عمل نکنید و با آنها خود را نجس نگردانید. من خداوند خدای شما هستم. کتاب عبادت باب 19. بیان 10 احکام. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به تمام جماعت بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو: مقدس باشید، زیرا که من خداوند خدای شما قدوس هستم. هر یکی از مادر خود و از پدر خود ترسان باشید و شنبه های مرا رعایت نمایید. من خداوند خدای شما هستم. و بت‌ها رو نآورید
و خداهای ریخته شده برای خود نسازید. من خداوند خدای شما هستم. و هنگامی که قربانی سلامتی برای خداوند ذبح میکنید، آن را طوری ذبح کنید که سزاوار توجه گردید. در روزی که آن را ذبح میکنید و فردایش آن باید خورده شود و آنچه تا روز سیوم باقی میماند باید در آتش سوزانیده شود. و اگر در روز سیوم خورده شود این قبیح است، سزاوار توجه نمی گردد. و هر که آن را بخورد برای گناهش جزا خواهد یافت، زیرا که چیزی مقدس خداوند را به حرمت کرده است و آن کس از میان قوم خود محو خواهد شد. و هنگامی که حاصل زمین خود را درو میکنید، کناره کشزار خود را تا به آخر درو نکنید و خوشه های از بندها افتاده را نچینید و تاگزار خود را دانچینی نکن و شینگیل های افتاده تاکهایت را نچین. آنها را برای بینوا و غریب بمان. من خداوند خدای شما هستم. دزدی نکنید و منکر نشوید و به یکدیگر دروغ نگویید و به اسم من قسم دروغ نخورید که اسم خدای خود را با این به حرمت خواهید کرد. من خداوند هستم. حق یار خود را نخور و غارتگری نکن. مزد مهنت مزدور را نزد خود تا صبح نگاه ندار. هر را حقارت نکن و پیش کور مانعه نگذار. از خدای خود ترسان باش. من خداوند هستم. در مرافعه به انصافی نکن و کمبغل روبینی ننما و به شخص بزرگ تملق نکن. یار خود را از روی انصاف داوری نما. در میان قوم خود غیبت گویی نکن. نسبت به خون یار خود بی‌پروا نباش. من خداوند هستم. و برادرت در دل خود عداوت نکن. یارت را مذمت نما و برای او گناهکار نخواهی شد. از فرزندان قوم خود انتقام نکش و کینه به دل نگیر و یارت را مثل خودت دوست دار. من خداوند هستم. فرایض مرا رعایت کنید. چارپای خود را با جنس غیر جفتی ننما. کشزار خود را با دو نفع تخمی کشت نکن و لباس عبارت از دو نفع متاع یعنی از پشم و کتان نپوش. و اگر مرد با زن خوابیده نطفه ریزد و آن زن کنیز و نامزد کسی باشد ولی هنوز برایش فدیه داده نشده باشد یا آزادی به وی داده نشده باشد، آنها باید به جزا مستحق کرده شوند. اما نباید کشته شوند، زیرا که وی آزاد کرده نشده است. بگذار آن مرد قربانی جرم خود را یعنی قشقار قربانی جرم را برای خداوند نزد در خیمه جامع بیارد و کاهن ورا با قشقار قربانی جرم و حضور خداوند برای گناهی که کرده است کفارت می نماید و او از گناهی که کرده است آمرزیده خواهد شد. و هنگامی که به زمین داخل شوید و هر نوع درخت میوه‌دار شنانید، میوه آن را نامختون حساب کنید. 3 سال آن باید برای شما نامختون حساب یافته خورده نشود. و در سال 4 تمام میوه آن باید برای عید حمد و ثنای خداوند تقدیس کرده شود. و در سال 5 میوه آن را می توانید بخورید و حاصل آن برای شما افزون خواهد شد. من خداوند خدای شما هستم. هیچ چیز را با خون نخورید. حال نکشایید و افزون نکنید. کناره موی سر خود را گرداگرد قیچی نکنید و کناره ریش خود را نتراشید. و بدن خود را برای مرده نخراشید و هیچ نقش بر خود وشم نکنید. من خداوند هستم. دختری خود را به عصمت نموده برای فحش نانداز تا که زمین به زنا داده نشود و زمین پر از فسق و فجور نگردد. شنبه های مرا رعایت نمایید و قدس مرا حرمت کنید. من خداوند هستم. و جادوگران و عزایم خانان رو نآورید
از پی آن نشوید که خود را از آنها نجس گردانید. من خداوند خدای شما هستم. پیش موی سفید برخیز و پیر را احترام نما و از خدای خود ترسان باش. من خداوند هستم. و هنگامی که غریب با شما در زمین شما مسکن گیرد، برا آزار ندهید. غریبی که در میان شما مسکن گرفته است، بگذار برای شما مثل توبجایی شما باشد و او را مثل خودت دوست دار، زیرا که شما در زمین مصر غریب بودید. من خداوند خدای شما هستم. در مرافعه، در اندازه، در وزن و در پیمایش به انصافی نکنید. بگذار شما را ترازوی درست، سنگهای درست، ایفه درست و حین درست باشد. من خداوند خدای شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم. پس تمام فرایض مرا و همه دستورهای مرا رعایت نمایید و آنها را به عمل آورید. من خداوند هستم. کتاب عبادت باب 20. چاره‌های جزا برای گناه‌های گوناگون. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: این را نیز به بنی اسرائیل بگو. هر که از بنی اسرائیل و از غریبانی که در اسرائیل مسکن گرفتند، از نسل خود به مولک بدهد، بگذار کشته شود. بگذار قوم زمین برا سنگسار کنند. و من خشم خود را به آن کس خواهم نگرانید و او را از میان قومش محو خواهم کرد، زیرا که او از نسل خود به مولک داده است تا که قدس مرا نجس و اسم قدوس مرا به حرمت گرداند. و اگر قوم زمین چشمان خود را از آن کس بپوشانند، وقتی که او از نسل خود به مولک می دهد و او را نکشند، در آن صورت من خشم خود را به آن کس و به عائله او خواهم نگرانید و او و همه آنهایی را که از پی او زنا کرده و مولک زناکارانه پیروی نمودند، از میان قوم آنها محو خواهم ساخت. و کسی که به جادوگران و عزایم خوانان رو می آورد تا که به آنها زناکارانه پیروی نماید، من خشم خود را به آن کس نگرانیده او را از میان قومش محو خواهم کرد. و شما خود را تقدیس نموده آدمان مقدس باشید، زیرا که من خداوند خدای شما هستم. و فرایض مرا رعایت نمایید و آنها را به عمل آورید. من خداوند هستم که شما را تقدیس می نمایم. هر کی پدر خود یا مادر خود را حقارت کند، باید حتما کشته شود. مادامی که وی پدر خود یا مادر خود را حقارت کرده است، خونش بر گردنش خواهد بود. و کسی که با زن شوهردار زنا کند، یعنی کسی که با زن یار خود زنا کند، بگذار آن مرد زناکار و آن زن زناکار کشته شوند. و کسی که با زن پدر خود خوابیده عورت پدر خود را آشکار کرده است، بگذار هر دویشان کشته شوند. خونشان بر گردن آنهاست. و کسی که با کلین خود بخوابد، بگذار هر دویشان کشته شوند. کار زشتی کردند، خونشان بر گردن آنهاست. و کسی که با مرد بخوابد، مثل آن که با زن میخوابند، هر دویشان کار زشتی کردند، بگذار آنها کشته شوند. خونشان بر گردن آنهاست. و کسی که زن و مادر ورا بگیرد، این فسق و فجور است. او و آنها باید در آتش سوزانیده شوند، تا که فسق و فجور در میان شما نباشد. و کسی که با چارپای جماع کند، بگذار وی کشته شود. آن چارپا را نیز بکشید. و زنی که به یگان چارپا نزدیک شود تا که آن با وی جماع کند، آن زن و آن چارپا را بکش. بگذار آنها کشته شوند. خونشان بر گردن آنهاست. و کسی که خواهر خود را، یعنی دختر پدرش یا دختر مادرش را بگیرد و عورت او را ببیند، وی نیز عورت او را ببیند، این رسوایی است. بگذار آنها در پیش نظر فرزندان قوم خود محو کرده شوند. او عورت خواهرش را آشکار کرده است، برای گناهش جزا خواهد یافت.
و کسی که با زن در وقت حیض وی خوابیده عورت او را آشکار کند، از بس که او چشمه خون او را یله کرده است و وی چشمه خون خود را آشکار کرده است، بگذار هر دویشان از میان قوم خود محو کرده شوند و عورت خواهر مادر خود و خواهر پدر خود را آشکار نکن. آن کس عورت همجسم خود را آشکار کرده است، آنها برای گناه خود جزا خواهند یافت. و کسی که با ینگه خود بخوابد، عورت عمکی یا تقای خود را آشکار کرده است، آنها برای گناه خود جزا خواهند یافت، به فرزند خواهند مرد. و کسی که زن برادر خود را بگیرد، این کار زشت است. او عورت برادر خود را آشکار کرده است، آنها به فرزند خواهند بود. پس تمام فرایض مرا و تمام احکام مرا رعایت نمایید و آنها را به عمل آورید تا زمینی که من شما را به آنجا میبرم تا که در آن ساکن شوید شما را قی نکند و بر طبق فرایض خلقهایی که من آنها را از پیش شما به در میرانم رفتار نکنید، زیرا که آنها همه این کارها را کردند و من از آنها نفرت نمودم و به شما گفتم شما زمین آنها را میراث خواهید گرفت و من آن را به شما خواهم داد تا که آن را تصرف نمایید، زمینی که شیر و عسل در آن جاری است. من خداوند خدای شما هستم که شما را از قومها فرق کردم. پس شما نیز چارپایان پاک را از نجس و پرندگان پاک را از نجس فرق کنید و جانهای خود را با چارپایان و پرندگان و هر چیزی که بر زمین میخزد نجس نگردانید که من آنها را همچون چیزهای نجس برای شما فرق کردم. و شما برای من مقدس باشید، زیرا که من خداوند قدوس هستم و شما را از قومها فرق کردم تا که از آن من باشید. و مرد یا زنی که جادوگر یا عزایم خوان باشد بگذار کشته شوند. آنها باید سنگسار کرده شوند، خونشان بر گردن آنهاست. کتاب عبادت باب 21. دستورها به کاهنان. و خداوند به موسی گفت به کاهنان یعنی به پسران هارون سخن رانده با آنها بگو کسی از آنها خود را با مرده از میان قوم خود نجس نگرداند، بلکه فقط با همجسمی به خودش نزدیک، با مادرش و پدرش و پسرش و دخترش و برادرش و خواهر باکره‌اش که به او نزدیک بوده هنوز شوهر نکرده است می تواند خود را نجس گرداند. همچون شخص زندار نباید او خود را در میان قوم خود با مرده نجس گردانیده پلید شود. بگذار آنها موی سر خود را نگیرند و کناره ریش خود را نتراشند و بدن خود را خراش نکنند. آنها باید برای خدای خود مقدس باشند و اسم خدای خود را به حرمت نکنند، زیرا که آنها قربانی های آتشین خداوند را یعنی نان خدای خود را تقدیم می نمایند و باید مقدس باشند. زنی زیناکار و به عصمت را نباید بگیرند و زنی از شوهرش طلاق گرفته را نباید بگیرند، زیرا که کاهن برای خدای خود مقدس است و تو او را تقدیس نما، زیرا که او نان خدای تو را تقدیم می نماید. بگذار او برای تو مقدس باشد، زیرا من خداوندی که شما را تقدیس می نمایم قدوس هستم. و اگر دختری کاهن با زیناکاری خود را پلید سازد، وی پدر خود را پلید می سازد. بگذار وی در آتش سوزانیده شود. و کاهنی که از برادر خود بزرگ است، یعنی بر سرش روغن تدهین ریخته شده است و برای پوشیدن لباسها برگماشته شده است، بگذار سری خود را نگشاید و لباسهای خود را چاک نزند و به هیچ کسی مرده نزدیک نشود، خود را حتی با پدرش و مادرش نجس نگرداند و از قدس بیرون نبراید و قدس خدای خود را پلید نکند، زیرا که افسر روغن تدهین خدای او بر اوست. من خداوند هستم.
و او باید زنی باکیره بگیرد. بیوه، طلاق گرفته، پلید شده و فاحشه را او نباید بگیرد، بلکه باید باکیره از میان قوم خود به زنی بگیرد و نباید نسل خود را در قوم خود پلید سازد، زیرا من خداوندی هستم که او را تقدیس می نمایم. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به هارون سخن رانده بگو: هیچ کس از ذریات تو در نسل‌های آنها که معیوبی داشته باشد نباید نزدیک آید تا که نان خدای خود را تقدیم نماید. یعنی هر کسی که معیوب است نزدیک نآید، نه کور، نه لنگ، نه پچوق، نه عجوبه، نه شخص شکسته پای یا شکسته دست، نه کوزه پشت، نه لاغر بدن، نه شخصی که به چشمش گل افتاده است، نه پیس، نه کل، نه شخصی که بیضه هایش مجق شده است. هر کسی که از نسل هارون کاهن معیوبی داشته باشد نباید نزدیک آید تا که قربانی های آتشین خداوند را تقدیم نماید. از بس که وی معیوب است نباید برای تقدیم کردن نان خدای خود نزدیک آید. نان خدای خود را وی از آنچه قدس هاست و از آنچه هدیه های مقدس است می تواند بخورد. اما بگذار وی نزد پرده نآید و به قربانگاه نزدیک نشود، زیرا که وی معیوب است و قدس های مرا پلید نسازد، زیرا من خداوند هستم که آنها را تقدیس می نمایم. و موسی به هارون و پسرانش و به تمام بنی اسرائیل سخن راند. کتاب عبادت باب 22. کاهنان نسل برگزیدگانند. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و هارون و پسرانش بگو که از هدیه های مقدس بنی اسرائیل که به من می بخشند کناره‌گیری کنند و اسم قدوس مرا پلید نگردانند. من خداوند هستم. و آنها بگو: در نسل‌های شما هر کسی که از تمام ذریات شما به هدیه های مقدسی که بنی اسرائیل به خداوند بخشیدند نزدیک شود و ناپاکیش بر وی باشد، آن کس از حضور من محو خواهد شد. من خداوند هستم. هر کسی که از نسل هارون مخاو یا جریان داشته باشد تا پاک نشود نباید از هدیه های مقدس بخورد. و کسی که به هر شخصی از مرده نجس شده می رسد، یا به شخصی که نطفه از وی ریخته است، یا به شخصی که به هر حشرات رسیده نجس گردیده است، یا به شخصی که از هر گونه ناپاکی وی نجس می شود، آن کس که به یکی از اینها می رسد تا شام نجس خواهد بود و تا بدن خود را در آب غسل ندهد نباید از هدیه های مقدس بخورد. و هنگامی که آفتاب غروب کند او پاک خواهد شد و بعد از آن او می تواند از هدیه های مقدس بخورد، زیرا که این نان اوست. لاشه و دریده شده را نباید او بخورد تا که نجس نشود. من خداوند هستم. بگذار آنها فرموده مرا رعایت نمایند تا که برای آن گناهکار شده جزا نیابند و آن را پایمال کرده از باعث آن نمیرند. من خداوند هستم که آنها را تقدیس می نمایم. هیچ کسی بیگانه نباید از هدیه مقدس بخورد. ساکن خانه کاهن و مزدور او نباید از هدیه مقدس بخورد. و اگر کاهن کسی را به پول خود خریده باشد، وی زرخرید اوست و می تواند از آن بخورد. خانزادان او نیز می توانند نان او را بخورند. ولی دختری کاهن اگر به مردی بیگانه به شوهر رفته باشد نباید از هدیه های مقدس بخورد. ولیکن دختری کاهن اگر بیوه شود یا طلاق گیرد و بچه نداشته باشد و به خانه پدرش برگردد چنان که در ایام بچگیش بود، وی می تواند از نان پدرش بخورد. اما هیچ کسی بیگانه نباید از آن بخورد. و اگر کسی سهواً از هدیه مقدس بخورد، وی باید پنجه که آن را بر آن علاوه نموده هدیه مقدس را به کاهن بدهد.
بگذار هدیه‌های مقدس بنی اسرائیل را که به خداوند تقدیم نمایند پلید نسازند و با خوردن هدیه‌های مقدس آنها باعث گناه و جزای آنها نشوند، زیرا من خداوند هستم که آنها را تقدیس می نمایم. درباره بی‌عیبی قربانی‌ها و خداوند به موسی سخن رانده گفت: با هارون و پسرانش و به تمام بنی اسرائیل سخن رانده با آنها بگو: هر کس از خاندان اسرائیل و از غریبان داخل اسرائیل که قربانی خود را تقدیم می نماید، خواه آن موافق یگان نظر آنها باشد، خواه همچون انعامی که به خداوند برای قربانی سوختنی تقدیم می نمایند. برای آن که شما سزاوار توجه گردید، بگذار آن نرینه بی‌عیب از گاوان یا از گوسفندان و یا از بزان باشد. هر چی را که عیب داشته باشد تقدیم ننمایید، زیرا که آن برای شما حسن توجه نخواهد آورد. و اگر کسی ذبح سلامتی برای خداوند تقدیم نماید، خواه برای اجرای نذر باشد، خواه همچون انعام از گاوان یا از بز و گوسفندان، آن باید بی‌عیب باشد تا که سزاوار توجه گردد. هیچ عیب نباید در آن باشد. کور یا شکسته اندام یا یغیر یا آبیله‌دار یا پیس یا کل، اینها را برای خداوند تقدیم ننمایید و از اینها قربانی آتشین برای خداوند بر قربانگاه نآورید. و گاو و گوسفندی که یگان اندامش از حد زیاد دراز یا کوتاه باشد، آن را همچون انعام تقدیم نما، ولی همچون نذر مقبول نخواهد افتاد. و چارپای را که بیضه هایش مجق یا کوفته یا کنده یا بریده شده است، برای خداوند تقدیم ننمایید و در زمینتان این کار را نکنید. و از دست اجنبیان نان خدای خود را از هیچ کدام اینها تقدیم ننمایید، زیرا که آنها نقصان دارند، یعنی معیوبند. به واسطه آنها سزاوار توجه نخواهید شد. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: وقتی که گوساله یا بره یا بزغاله زاییده می شود، 7 روز باید نزد مادرش بماند و از روز 8م و من بعد آن همچون قربانی آتشین برای خداوند مقبول خواهد افتاد. ولی گاو یا گوسفند را با بچه آن در یک روز ذبح نکنید. و هنگامی که ذبح شکرانه برای خداوند تقدیم نمایید، آن را طور تقدیم نمایید که سزاوار توجه گردید. در همان روز آن باید خورده شود، تا صبح از آن باقی نگذارید. من خداوند هستم. و احکام مرا رعایت نمایید و آنها را به عمل آورید. من خداوند هستم. و اسم قدوس مرا به حرمت نکنید تا که من در میان بنی اسرائیل تقدیس یابم. من خداوند هستم که شما را تقدیس می نمایم و شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا که خدای شما باشم. من خداوند هستم. کتاب عبادت باب 23. عیدهای خداوند، شنبه. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده با آنها بگو: عیدهای خداوند که آنها را شما باید جمع آمدهای مقدس بخوانید، اینهایند عیدهای من. 6 روز کار باید کرد و در روز 7م شنبه آرامی جمع آمد مقدس می باشد. هیچ کار نکنید. آن در همه مسکنهای شما شنبه برای خداوند است. فسح. اینها عیدهای خداوند، جمع آمدهای مقدس می باشند که آنها را شما باید در وقتش دعوت نمایید. در ماه یکم در روز 14 ماه شامگاه فسح خداوند است. عید فطیر. و در روز 15 این ماه فطیر برای خداوند است. 7 روز فطیر بخورید. در روز یکم بگذار جمع آمد مقدس برای شما باشد. هیچ کار نکنید.
و 7 روز قربانی های آتشین برای خداوند تقدیم نمایید. در روز هفتم جمع آمد مقدس است. هیچ کار نکنید. عید نوبرها. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو: چون به زمینی که من به شما می دهم بیایید و حاصل آن را درو نمایید، بند اولی نوبرهای درویده خود را نزد کاهن بیارید و او آن بند را به حضور خداوند می جنباند تا که شما سزاوار توجه گردید. در روز دوم عید کاهن آن را می جنباند و در روزی که شما آن بند را می جنبانید، بره یک ساله بی عیب برای قربانی سوختنی به خداوند تقدیم نمایید. و هدیه آردی آن 2 عشر آرد مهین آمیخته با روغن خواهد بود تا که قربانی آتشین و عطر گوارا برای خداوند باشد. و هدیه ریختنی آن 4 هین شراب خواهد بود. و نان و خوشه بریان و خوشه تر و تازه نخورید تا همان روزی که قربانی خدای خود را تقدیم نمایید. این فریضه ابدی است برای نسل‌های شما در همه مسکن‌های شما. عید جنبانیدن قربانی. و در روز دوم عید، یعنی از روزی که بند جنبانیدنی را می آورید، برای خود 7 هفته بشمارید که آنها پره باشند. تا روز اولی بعد از هفته هفتم 50 روز بشمارید و آنگاه هدیه آردی نو برای خداوند تقدیم نمایید. از مسکن‌های خود 2 نان جنبانیدنی تقدیم نمایید که از 2 عشر آرد مهین عبارت باشد و با خمیر ترش پخته شود. این نوبرها برای خداوند است. و با این نان 7 بره به عیب 1 ساله و 1 گوساله نر و 2 قشقار تقدیم نمایید. اینها قربانی سوختنی برای خداوند خواهد بود و هدیه های آردی و ریختنی آنها قربانی آتشین و عطر گوارا برای خداوند. و 1 نربز را برای قربانی گناه و 2 بره 1 ساله را برای ذبح سلامتی تقدیم نمایید. و کاهن آنها را با نان جنبانیدنی نوبرها به حضور خداوند با یک جایگی آن 2 بره باید بجنباند. آنها برای خداوند مقدس بوده و کاهن تعلق خواهند داشت. و در همان روز اعلان نمایید که آن برای شما جمع آمد مقدس باشد. هیچ کار نکنید. این فریضه ابدی است در همه مسکن‌های شما برای نسل‌های شما. و هنگامی که حاصل زمین خود را درو می‌کنید، کناره کشزار خود را در وقت درو تا به آخر درو نکنید و خوشه‌های در وقت درو افتاده را نچینید. آنها را برای بینوایان و غریبان باقی گذارید. من خداوند خدای شما هستم. عید یادگاری نواختن کرنی‌ها. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به بنی اسرائیل سخن رانده بگو: در ماه هفتم در روز یکم ماه بگذار برای شما آرامی باشد، یعنی عید یادگاری نواختن کرنی‌ها و جمع آمد مقدس. هیچ کار نکنید و قربانی آتشین برای خداوند تقدیم نمایید. روز کفارت. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: اما روز دهم این ماه هفتم روز کفارت است. بگذار برای شما جمع آمد مقدس باشد. جانهای خود را اذیت دهید و قربانی آتشین برای خداوند تقدیم نمایید. و در این روز هیچ کار نکنید، زیرا که این روز کفارت است تا که شما را به حضور خداوند خدای شما کفارت نماید. زیرا هر کسی که در این روز جان خود را اذیت نمی دهد از میان قوم خود محو خواهد شد. و هر کسی که در این روز یگان کار می کند، من جان او را از میان قوم وی نیست خواهم کرد. هیچ کار نکنید. این فریضه ابدی است برای نسل‌های شما در همه مسکن‌های شما.
این برای شما مثل شنبه آرامی است و شما جانهای خود را اذیت دید. در شامگاه روز نهم ماه از شام تا شام این شنبه خود را رعایت نمایید. عید خیمه ها. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به بنی اسرائیل سخن رانده بگو در روز 15 این ماه هفتم عید خیمه ها 7 روز برای خداوند است. در روز اول جمع آمد مقدس است. هیچ کار نکنید. 7 روز قربانی آتشین برای خداوند تقدیم نمایید. در روز هشتم بگذار جمع آمد مقدس برای شما باشد و شما قربانی آتشین برای خداوند تقدیم نمایید. این مجلس قوم است. هیچ کار نکنید. اینها عیدهای خداوند است که در آنها شما باید جمع آمدهای مقدس را دعوت نمایید تا که قربانی های آتشین برای خداوند تقدیم کنید، یعنی قربانی سوختنی، هدیه آردی، ذبح‌ها و هدیه های ریختنی، هر یکی را در هر روزی که برای آن مقرر کرده شده است. به ضمن قربانی های شنبه های خداوند و به ضمن عشرهای شما و به ضمن همه نذرهای شما و به ضمن همه انعامهای شما که برای خداوند تقدیم نمایید. اما در روز 15 ماه هفتم وقتی که شما حاصل زمین خود را میبرارید، عید خداوند را 7 روز عید کنید. در روز اول آرامی خواهد بود و در روز هشتم آرامی. و در روز اول میوه از درخت زیبا، نوده های درخت خرما و شاخه های درخت پربرگ و بیدهای نهر را برای خود بگیرید و به حضور خداوند خدای خود 7 روز خرسندی کنید. و این عید را هر سال 7 روز برای خداوند عید کنید. این فریضه ابدی است برای نسل‌های شما. در ماه هفتم آن را عید کنید. 7 روز در خیمه ها ساکن باشید. هر یک توبجایی در اسرائیل باید در خیمه ها ساکن باشد تا نسل‌های شما بدانند که من بنی اسرائیل را در خیمه ها ساکن گردانیده بودم وقتی که آنها را از زمین مصر بیرون آوردم. من خداوند خدای شما هستم. و موسی عیدهای خداوند را به بنی اسرائیل اعلان نمود. کتاب عبادت باب 24. فرایض درباره چراغ‌ها و درباره نان‌های تقدیم. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به بنی اسرائیل امر فرما که به تو روغن زیتون زلال کوفته شده برای روشنایی بیارند تا که چراغ به طور دائمی درگیرانیده شود. هارون باید آن را بیرون از پرده شهادت در خیمه جامع از شام تا صبح به حضور خداوند به طور دائمی بماند. این فریضه ابدی است برای نسل‌های شما. بگذار چراغ‌ها را بر چراغدان پاک به طور دائمی به حضور خداوند بماند. و آردی مهین بگیر و از آن 12 نان بپز. برای هر نان باید 2 عشر ایفه صرف شود. و آنها را 2 قطار، 6 عدد در هر قطار بر میز پاک به حضور خداوند بمان. و بر هر قطار لیبونای صاف بمان و این یادگاری برای نان و قربانی آتشین برای خداوند خواهد بود. در هر روز شنبه آن باید به طور دائمی به حضور خداوند از جانب بنی اسرائیل گذاشته شود. این عهد ابدی است. و آن از آن هارون و پسرانش خواهد بود و آنها باید آن را در مکان مقدس بخورند، زیرا که این از قربانی های آتشین خداوند برایشان قدس قدس هاست. این فریضه ابدی است. دستور درباره جزاها. و پسر زن اسرائیلی که پدرش مرد مصری بود و میان بنی اسرائیل بیرون آمد و پسر زن اسرائیلی و مرد اسرائیلی در اردوگاه دست به گریبان شدند. و پسر زن اسرائیلی اسم را به زبان رانده لعنت کرد و او را نزد موسی آوردند و نام مادرش
شلومیت بنت دیبری از سبط دان بود و او را به حبس گرفتند تا دمی که جزایش بر طبق امر خداوند با آنها اعلان کرده شود. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: آن لعنت کننده را از اردوگاه برار و بگذار همه آنهایی که شنیدند دستهای خود را بر سر او مانند و تمام جماعت او را سنگسار کنند. و به بنی اسرائیل سخن رانده بگو: هر کسی که خدای خود را لعنت کند برای این گناهش جزا خواهد یافت. و هر کی اسم خداوند را لعنت کند باید کشته شود. تمام جماعت سنگسار کنند، خواه غریب باشد خواه توبجایی. اگر اسم را لعنت کند بگذار کشته شود. و اگر کسی یگان آدم را بکشد وی باید کشته شود. و اگر کسی چارپای را بکشد باید تلافی آن را بدهد، چارپای در عوض چارپای. و اگر کسی یار خود را معیب کند با وی آنچنان عمل باید کرد چنان که وی عمل کرده است. شکست در عوض شکست، چشم در عوض چشم، دندان در عوض دندان. هر گونه آسیبی که او به کسی رسانیده باشد آن گونه آسیب باید به او رسانیده شود. هر کی چارپای را کشته باشد باید تلافی آن را بدهد و هر کی آدم را کشته باشد باید کشته شود. برای شما خواه غریب باشد خواه توبجایی یک حکم خواهد بود، زیرا که من خداوند خدای شما هستم. و موسی به بنی اسرائیل سخن راند و آنها لعنت کننده را به بیرون اردوگاه برآوردند و او را سنگسار کردند. و بنی اسرائیل آنچنان که خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند. کتاب عبادت باب 25. قانونها درباره زمین، سال آرامی زمین. و خداوند به موسی در کوه سینا سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو: هنگامی که شما به زمینی که من به شما می دهم داخل شوید، آنگاه زمین باید در شنبه خداوند آرام گیرد. 6 سال کشتزار خود را کشت نما و 6 سال تاگزار خود را کلک بزن و حاصل آن را غنیچین بکن. و در سال هفتم بگذار شنبه آرامی برای زمین، یعنی شنبه خداوند باشد. کشتزار خود را کشت نکن و تاگزار خود را کلک نزن. آنچه را که در کشتزار تو خود از خود رویده باشد درو نکن و انگورهای تاکی را که کلک نزده ای غن و چین ننما. بگذار این سال آرامی برای زمین باشد. و بگذار شنبه زمین خوراک برای شما باشد، برای تو و غلامت و کنیزت و مزدورت و ساکینت که با تو استقامت دارند و برای چارپایانت و برای حیواناتی که در زمین تو هستند. بگذار تمام حاصل آن خوراک باشد. سال یوبیل. و برای خود 7 شنبه سالها را، یعنی 7 سال را 7 مراتبه بشمار و ایام این 7 شنبه سالها برای تو 49 سال خواهد بود. و در ماه هفتم در روز دهم ماه شاخ بلند آواز را بنواز. در روز کفارت شاخ را در تمام زمین خود بنوازید. و سال 50 را تقدیس کنید و در زمین برای همه ساکنانش آزادی اعلان نمایید. بگذار این برای شما یوبیل باشد و هر یک به ملک خود برگردید و هر یک به عائله خود برگردید. بگذار این سال 50 برای شما یوبیل باشد. کشت نکنید و آنچه را که خود از خود رویده باشد درو نکنید و انگورهای تاکی را که کلک زده نشده است غنوچین ننماید، زیرا که این یوبیل است. بگذار آن برای شما مقدس باشد. از کشتزار حاصل آن را بخورید. در این سال یوبیل هر یک به ملک خود برگردید و اگر چیزی به یار خود بفروشید
یا چیزی از دست یاری خود بخرید، یکدیگر را فریب نکنید. موافق سالهای بعد از یوبیل از یاری خود بخر و موافق سالهای حاصلات وی باید به تو بفروشد. موافق بسیاری آن سالها بهای آن را زیاد کن و موافق کمی آن سالها بهای آن را کم نما، زیرا که شماره حاصلات را وی به تو می فروشد. و یکدیگر را فریب نکنید و از خدای خود ترسان باش، زیرا که من خداوند خدای شما هستم. پس فرایض مرا به جا آورید و احکام مرا رعایت نمایید و آنها را به عمل آورید و بر زمین به امنیت ساکن خواهید بود. و زمین حاصل خود را خواهد داد و تا سیری خواهید خورد و بر آن به امنیت ساکن خواهید بود. و اگر گویید در سال هفتم چی می خوریم، در صورتی که کشت نمی کنیم و حاصلات خود را نمی برداریم، من برکت خود را در سال ششم بر شما روانه خواهم کرد و آن برای 3 سال حاصل خواهد داد. و در سال هشتم کشت خواهید کرد، ولی از حاصلات کهنه خواهید خورد تا سال نهم، تا پخته رسیدن حاصل آن حاصلات کهنه را خواهید خورد. ولی زمین نباید به صورت ابدی فروخته شود، زیرا که زمین از آن من است و شما نزد من غریب و ساکن هستید. و در تمام زمین ملک خود امکانیت دهید که زمین فدیه داده گرفته شود. فدیه داده گرفتن ملک میراثی. اگر برادری تو بینوا شده یک قسم ملکش را بفروشد، فدیه ده او که خویش نزدیک اوست می آید و آنچه را که برادرش فروخته است فدیه داده می گیرد. و اگر کسی فدیه ده نداشته باشد ولی خودش دارا گردیده، برای فدیه داده گرفتنش مبلغ ضروری در دستش پیدا شود، بگذار او سالهای فروخت خود را حساب کند و بقیه مبلغ را به آن کس که فروخته بود برگرداند و به ملک خود برگردد. و اگر مبلغ ضروری که باید به آن کس برگرداند در دستش پیدا نشود، در آن صورت آنچه او فروخته است در دست خریدار آن تا سال یوبیل می ماند و در یوبیل آن رها می شود و او به ملک خود برمی گردد. و اگر کسی خانه استقامت را در شهر حصاردار بفروشد، تا گذشتن 1 سال بعد از فروختن آن او حق دارد که فدیه داده آن را بگیرد، یعنی حقوق فدیه داده گرفتن آن 1 سال دوام می کند. ولیکن اگر در مدت 1 سال تمام آن را فدیه داده نگیرد، آن خانه‌ای که در شهر حصاردار واقع است در دست خریدار آن به طور دائمی در نسل‌های وی می‌ماند، یعنی در یوبیل رها نمی‌شود. ولی خانه‌های دهاتی که گرداگرد حصار ندارد باید مثل کشتزار آن زمین حساب یابد. آنها را فدیه داده گرفتن ممکن است و در یوبیل آنها رها می‌شود. و شهرهای لیوی زادگان، یعنی خانه‌هایی که آنها در شهرهای ملک خود دارند، لیوی زادگان همیشه حق دارند که فدیه داده آنها را بگیرند. و حتی اگر کسی از لیوی زادگان فدیه داده گرفته باشد، آن خانه‌ای که در شهر ملک او فروخته شده است در یوبیل رها می شود، زیرا که خانه‌های شهرهای لیوی زادگان ملک آنها در میان بنی اسرائیل می باشد. و چراگاه‌های نزد شهرهای آنها نباید فروخته شود، زیرا که این ملک ابدی است برای آنها. درباره برادران بینوا. و اگر برادرت بینوا شده نزد تو تهی دست گردد، او را خواه غریب باشد خواه ساکن دستگیری نما تا که با تو زندگی کند. از او سود و ریبا نگیر، نه از خدای خود ترسان باش تا که برادرت با تو زندگی کند. نقره خود را به او به سود نده و خوراک خود را به ریبا نده. من خداوند خدای شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا که زمین کنعان را به شما دهم و خدای شما باشم. و اگر برادرت بینوا گردیده به تو فروخته شود، او را مثل غلام کار نفرما،
مثل مزدوری که مثل ساکن او باید نزد تو باشد، بگذار تا سال یوبیل او نزد تو کار کند و آنگاه او از تو رها می شود. خودش و فرزندانش همراه او و به قبیله خود برمی گردد و به ملک پدران خود از نو داخل می شود. زیرا که آنها بندگان منند که آنها را از زمین مصر بیرون آوردم. آنها نباید به طور فروخته شوند که غلامان را می فروشند. و او بیرحمانه حکمرانی نکن و از خدای خود ترسان باش. ولی برای آنکه غلامت و کنیزانت از آن تو باشند، از خلقهایی که در اطراف شما هستند از آنها غلام و کنیز بخرید. و نیز از فرزندان ساکنانی که نزد شما مسکن گرفتند از آنها می توانید بخرید و از قبیله آنها که نزد شما می باشند، یعنی آنها در زمین شما زاییدند و اینها می توانند مالکیت شما باشند و آنها را می توانید بعد از خود به پسرانتان همچون مالکیت میراثی بسپارید. آنها را در تمام عمرشان می توانید غلام گردانید. ولی بر برادران خود بنی اسرائیل بگذار کسی بر برادرانش بیرحمانه حکمرانی نکند. فدیه برای برادرانی که بینوا شدند. و اگر غریب یا ساکنی که نزد توست دارایی پیدا کند ولی برادرت نزد وی بینوا شده، با آن غریب یا ساکنی که نزد توست یا به کسی که از قبیله آن غریب است خود را بفروشد. بعد از فروخته شدنش بگذار او فدیه داده گرفته شود. یکی از برادرانش باید فدیه داده او را بگیرد. یا عمکش یا پسر عمکش باید فدیه داده او را بگیرد. یا کسی از همجسمان او، یعنی از قبیله او باید فدیه داده او را بگیرد. یا که اگر خودش دارایی پیدا کرده باشد، بگذار فدیه داده خود را رهایی کند. و بگذار او با کسی که او را خریده است از سالی که خود را به وی فروخته بود تا سال یوبیل حسابی کند و نقره‌ای که در عوضش او خود را فروخته بود باید موافق سالها تقسیم کرده داده شود و مهلتی که او نزد وی بود مثل مهلت مزدور حساب یابد. اگر سالهای بسیار باقی مانده باشد، او باید موافق آنها از نقره‌ای که به عوضش خریده شده بود برای فدیه خود برگرداند. و اگر تا سال یوبیل سالهای کم باقی مانده باشد، بگذار او آن را با وی حساب کرده موافق آن سالها فدیه رهایی خود را بدهد. مثل مزدوری که سال به سال کرا کرده می شود نزد وی باشد. بگذار وی در پیش نظر تو بر او بیرحمانه حکمرانی نکند. و اگر او با این راهها فدیه داده گرفته نشود، در سال یوبیل او رها می شود، هم خود او و هم فرزندانش با او. زیرا که بنی اسرائیل بندگان منند، آنها بندگان منند که آنها را از زمین مصر بیرون آوردم. من خداوند خدای شما هستم. کتاب عبادت باب 26. وعده برکت و آگاهی. بت‌ها برای خود نسازید و هیکل و ستون برای خود برپا نکنید و سنگ صورتدار در زمین خود نگذارید تا که پیش آن سجده برید. زیرا که من خداوند خدای شما هستم. شنبه های مرا رعایت نمایید و قدس مرا احترام کنید. من خداوند هستم. اگر بر طبق فرایض من رفتار کنید و احکام مرا رعایت نمایید و آنها را بجا آورید، من بارانهای شما را سری در وقت خواهم داد و زمین حاصل خود را خواهد آورد و درختان صحرا میوه خود را خواهند داد. و خیرمنکوبی شما تا وقت انگورکنی دوام خواهد کرد و انگورکنی تا وقت کیش دوام خواهد کرد و نان خود را به سیری خواهید خورد و در زمین خود به امنیت سکونت خواهید نمود و به زمین صلح و آسایشتگی خواهم داد و هنگامی که می خوابید کسی شما را تشویش نخواهد داد و حیوانات بد را از زمینتان محو خواهم ساخت و شمشیر
از زمینتان گذر نخواهد کرد و دشمنان خود را تعقیب خواهید نمود و آنها پیش شما از شمشیر فرو خواهند غلتید و 5 نفر از شما 100 نفر را تعقیب خواهند کرد و 100 نفر از شما یک بیور را به در خواهند راند و دشمنانتان پیش شما از شمشیر فرو خواهند غلتید و من به شما نظری نیک خواهم کرد و شما را بارور خواهم گردانید و شما را افزون خواهم ساخت و عهد خود را با شما مستحکم خواهم نمود و حاصلات کهنه پارینه را خواهید خورد و کهنه را برای نو بیرون خواهید آورد و مسکن خود را در میان شما برقرار خواهم کرد و جان من از شما نفرت نخواهد داشت و در میان شما قدم گذار خواهم شد و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. من خداوند خدای شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا که برای آنها غلام نباشید و بندهای یوغ شما را شکستم و شما را با سربلندی پیش بردم. ولیکن اگر به من گوش ندهید و تمام این احکام را به جا نآورید و اگر از فرایض من نفرت نمایید و اگر جانتان از دستورهای من کراهت داشته باشد و طوری که تمام احکام مرا به جا نآورده عهد مرا پایمال کنید، آنگاه من هم نسبت به شما چنین عمل خواهم کرد و بر شما چیزهای دهشت انگیز یعنی سیل و تبلرزه را خواهم فرستاد که آنها چشمان را خیره می کند و جان را می کهاند و تخمی خود را برعبس کشت خواهید کرد و آن را دشمنانتان خواهند خورد و خشم خود را بر شما خواهم نگرانید و از دشمنان خود شکست خواهید خورد و بدخواهانتان بر شما حکمران خواهند شد و رو به گریز خواهید آورد به آنکه کسی شما را تعقیب نماید. و اگر با این همه به من گوش ندهید، من جزای شما را برای گناهاتان 7 چندان زیاد خواهم کرد و کبر قدرت شما را در هم خواهم شکست و آسمانتان را مانند آهن و زمینتان را مانند مس خواهم گردانید و قوت شما برعبس صرف خواهد شد و زمینتان حاصل خود را نخواهد داد و درختان زمین میوه خود را نخواهند آورد. و اگر برخلاف من رفتار نمایید و از گوش دادن به من گردن تابید، من ضربه را برای هر گناهتان 7 چندان افزون خواهم کرد و حیوانات صحرا را بر شما خواهم فرستاد تا که فرزندان شما را نابود کنند و چارپایان شما را تلف نمایند و شما را کم شمار گردانند و در راههای شما رهگذر باقی نماند. و اگر با وجود این هم توبه نکنید و برخلاف من رفتار نمایید، آنگاه من نیز برخلاف شما رفتار خواهم کرد و من نیز شما را برای گناهاتان 7 چندان ضربه خواهم زد و بر شما شمشیر قصاصگیر خواهم آورد که قصاص عهد را بگیرد و هنگامی که در شهرهای خود جمع می شوید و باید در میان شما خواهم فرستاد و شما به دست دشمن تسلیم خواهید شد. وقتی که عصای نان شما را بشکنم، 10 زن نان شما را در یک تنور خواهند پخت و نان شما را به ترازو برکشیده خواهند داد و شما آن را خورده سیر نخواهید شد. و اگر بعد از این هم به من گوش ندهید و برخلاف من رفتار نمایید، آنگاه من با غضب برخلاف شما رفتار خواهم کرد و من نیز شما را برای گناهاتان 7 چندان جزا خواهم داد. و گوشت پسران خود را خواهید خورد و گوشت دختران خود را خواهید خورد و بلندی های شما را خراب خواهم کرد و صنم های همان شما را محو خواهم نمود و لاشه های شما را بر شکسته پاره های بت های شما واژگون خواهم ساخت و جان من از شما کراهت خواهد داشت و شهرهای شما را خراب خواهم کرد و قدس های شما را ولنگار خواهم نمود و عطر گوارای قربانی های شما را نخواهم بویید. پیشگویی درباره پراکندگی.
و من این زمین را ولنگار خواهم نمود به طوری که دشمنان شما که بر آن مسکن گرفته باشند از احوال آن متعجب خواهند شد و شما را در میان خلقها پراکنده خواهم نمود و از پی شما شمشیر خواهم کشید و زمین شما ولنگار و شهرهای شما خراب خواهد شد. آنگاه زمین در تمام ایام خرابیش وقتی که شما در زمین دشمنان خود باشید از شنبه های خود قناعت حاصل خواهد کرد. آنگاه زمین آرامی خواهد یافت و از شنبه های خود قناعت حاصل خواهد کرد. در تمام روزهای خرابی خود آرامی خواهد یافت، آنقدر آرامی که در شنبه های شما وقتی که در آن ساکن بودید نیافته بود. و در دلهای بقیه شما در کشورهای دشمنانتان به جرأتی خواهم انداخت و شووس برگ جولان کننده آنها را خواهد گریزانید و آنها مثل کسی که از شمشیر می گریزد رو به گریز خواهند آورد و فرو خواهند غلطید در صورتی که تعقیب کننده نباشد. و مثل آن که از دم شمشیر باشد و یکدیگر دکه خواهند خورد و حالان که تعقیب کننده نیست و شما مجال آن نخواهید داشت که پیش دشمنان خود ایستادگی نمایید و در میان خلقها نیست خواهید شد و زمین دشمنانتان شما را فرو خواهد برد. و بقیه شما برای گناه خود در زمین دشمنان خود پناه خواهند شد و برای گناههای پدران خود نیز با آنها پناه خواهند شد. آنگاه به گناه خودشان و به گناه پدرانشان که به من خیانت کردند و حتی برخلاف من رفتار کردند اقرار خواهند شد. از این رو من نیز برخلاف آنها رفتار کردم و آنها را به زمین دشمنانشان آوردم تا که شاید آنگاه دل نامخدونشان مطیع شده برای گناه خود سزا یابند. و من عهد خود را که با یعقوب بستم به یاد خواهم آورد و عهد خود را که با اسحاق بستم و عهد خود را که با ابراهیم بستم به یاد خواهم آورد و این زمین را به یاد خواهم آورد. و اگرچه زمین از جانب آنها ترک کرده خواهد شد و در ایام از آنها خراب شدنش از شنبه های خود قناعت حاصل خواهد کرد و آنها برای گناه خود سزا خواهند یافت برای آنکه از قانونهای من نفرت کردند و جانشان از فرایض من کراهت داشت. با وجود همه این، هنگامی که آنها در زمین دشمنان خود باشند، من از آنها نفرت نخواهم کرد و از آنها کراهت نخواهم داشت تا به درجه‌ای که آنها را محو نمایم و عهد خود را که با آنها بستم پایمال کنم، زیرا که من خداوند خدای آنها هستم. و من برای آنها عهدی را که با اجدادشان بستم به یاد خواهم آورد که آنها را در پیش نظر خلقها از زمین مصر بیرون آوردم تا که خدای آنها باشم. من خداوند هستم. این از فرایض و احکام و دستورهایی که خداوند در میان خودش و بنی اسرائیل در کوه سینا به واسطه موسی قرار داده است. کتاب عبادت باب 27. و خدا بخشیدن قیمت آدمان و اشیا. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو: اگر کسی نذر کند که نفوس موافق قیمت دهی تو از آن خداوند باشد و اگر قیمت دهی تو برای مردی از 20 ساله تا 60 ساله باشد، قیمت دهی تو 50 سقل نقره بر طبق سقل مقدس خواهد بود. و اگر وی زن باشد، قیمت دهی تو 30 سقل خواهد بود. و اگر از 5 ساله تا 20 ساله باشد، قیمت دهی تو برای مرد 20 سقل و برای زن 10 سقل خواهد بود. و اگر از 1 ماه تا 5 ساله باشد، قیمت دهی تو برای مرد 5 سقل نقره و برای زن قیمت دهی تو 3 سقل نقره خواهد بود. و اگر از 60 ساله و بالاتر باشد، برای مرد قیمت دهی تو 15 سقل و برای زن 10 سقل خواهد بود.
و اگر وی به درجه بینوا باشد که قیمت دهی تو را نتواند ادا نماید، بگذار ورا نزد کاهن بیارند و کاهن قیمت برایش معین کند. بگذار کاهن به قدر دارایی نظر کننده قیمت ورا معین نماید. و اگر آن چارپای باشد که از آنها برای خداوند قربانی می کنند، هر آنچه کسی از آنها به خداوند تقدیم می نماید مقدس خواهد بود. نباید آن را عوض کند و خوب را به بد یا بد را به خوب بدل نماید. و اگر چارپای را به چارپای عوض نماید، همان و هم عوض آن مقدس خواهد بود. و اگر آن یگان چارپای نجس باشد که از آنها برای خداوند قربانی نمی کنند، بگذار آن چارپا را پیش کاهن بیارند. و کاهن به آن خواه خوب باشد خواه بد قیمت می دهد و چی طوری که کاهن قیمت دهد همان طور خواهد بود. و اگر آن را فدیه داده گرفتنی شود، بگذار بر آن قیمت 5 آن را علاوه نماید. و اگر کسی خانه خود را وقف کند تا که آن برای خداوند مقدس باشد، کاهن باید به آن خواه خوب باشد خواه بد قیمت دهد. که طوری که کاهن به آن قیمت دهد همان طور به عمل خواهد آمد. و اگر وقف کننده خانه خود را فدیه داده گرفتنی شود، بگذار بر آن قیمت 5 آن را علاوه نماید و آن از آن او خواهد بود. و اگر کسی از ملک خود قطعه برای خداوند وقف کند، قیمت آن باید موافق زراعت آن باشد. برای زراعت 1 هومر جو 50 سقل نقره. اگر قطعه خود را از سال یوبیل وقف کند، بگذار موافق همین قیمت به عمل آید. و اگر قطعه خود را بعد از یوبیل وقف کند، در آن صورت کاهن باید نقره را بر طبق سالهایی که تا سال یوبیل باقی مانده باشد حساب کند و بگذار این از قیمت آن طرح نموده شود. و اگر قطعه را وقف کننده آن فدیه داده گرفتنی شود، بگذار 5 قیمت آن را بر آن علاوه نماید و آن در اختیارش خواهد ماند. و اگر او قطعه را فدیه داده نگیرد یا اگر قطعه به کسی دیگر فروخته شود، بعد از این فدیه داده گرفتن ممکن نیست. و آن قطعه وقتی که در یوبیل رها شود، همچون قطعه وقف برای خداوند مقدس خواهد بود. آن به تصرف کاهن درآورده خواهد شد. و اگر کسی قطعه را که خریده باشد، یعنی قطعه را که از ملک خودش نیست برای خداوند وقف کند، کاهن باید مبلغ قیمت آن را تا سال یوبیل برای او حساب کند و او باید آن قیمت را در همان روز همچون وقف خداوند بدهد. در سال یوبیل آن قطعه به کسی خواهد برگشت که از وی خریده شده بود، یعنی تصرف آن زمین به وی تعلق داشت. و هر قیمتی که داده می شود باید با سقل مقدس باشد. 20 جیرا در 1 سقل باید باشد. اما نخوزاده از چارپایان که به سبب نخوزادگیش از آن خداوند است، نباید کسی آن را وقف نماید. آن خواه گاو باشد خواه گوسفند از آن خداوند است. و اگر آن از چارپایان نجس باشد، باید موافق قیمتی که به آن داده شده است فدیه داده گرفته شود و 5 آن قیمت بر آن علاوه کرده شود. و اگر فدیه داده گرفته نشود، آن باید موافق قیمتی که داده شده است فروخته شود. اما هر وقتی که کسی از هر دارایی خود برای خداوند وقف میکند، خواه از آدم و چارپایان باشد، خواه قطعه از ملک وی، نه فروخته می شود و نه فدیه داده گرفته می شود. هر وقت قدس قدس هاست برای خداوند. هر وقفی که از میان آدمان وقف کرده شده باشد، فدیه داده گرفته نمی شود، باید کشته شود. و هر عشر زمین، چه از زراعت زمین، چه از میوه درختان، از آن خداوند است. این برای خداوند
مقدس می باشد. و اگر کسی بخواهد که برای عشر خود فدیه دهد، بگذار بر قیمت آن 5 آن را علاوه نماید. و هر عشر گاو و گوسفند، یعنی هر آنچه از زیر عصای چوپان می گذرد، 10 آن برای خداوند مقدس خواهد بود. پس نباید دقت کند که آیا آن خوب است یا بد، و نباید آن را عوض نماید، و اگر آن را عوض نماید، هم خود آن و هم عوض آن مقدس خواهد بود و برای آن فدیه دادن ممکن نیست. این است احکامی که خداوند به موسی برای بنی اسرائیل در کوه سینا امر فرموده است.